بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه و کلیپ هایی که میدونید در افشای چهره های کثیف آخوندهای رافضی، این مدعیان دروغین تشیع پخش میشه تا بیشتر با عقاید، دروغ‌ها، تلبیس‌ها و خیانت‌های اینها آشنا شوید. کلیپی که از 7 ماه به این طرف داریم پخش می‌کنیم در شروع هر برنامه کلیپی است از دروغ بزرگ از آیت الله دکتر حسینی قزوینی، مدیر شبکه ولایت، که تهمت میزنه به شیخ الاسلام ابن تیمیه که در کتاب منهاج السنه ایشون سران مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونن. 7 ماه گذشته این کلیپ هر روز داره پخش میشه، اما این آخوندهای رافضی به جای اینکه بیان معذرت خواهی بکنن و بگن که دروغ گفتن، تلبیس کردن، خیانت کردن، در برنامه‌های مختلف دارن دفاع میکنن از این دروغشون و به خاطر اثبات این مطلب و در جواب این دروغی که از اونها پخش کردیم 10 ها دروغ دیگه گفتن که بیشتر آبروی خودشون رو دارن میبرن و مردم با حقیقت این آخوندهای زندیق و دین فروش قم تهران بیشتر آشنا میشن. این کلیپ رو میبینیم و بعد از اون انشاءالله برمیگردیم و بقیه کلیپ ها و تماس های شما عزیزان طبق معمول با ما همراه باشید. قزوینی مکار و دروغگو و تهمت به شیخ الاسلام ابن تیمیه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنه می‌فرماید اصل مذهب شیعه را منافقین و زنادقه بنیان نهادند، برخلاف دیگر مذاهب اهل بدعت مانند خوارج و مرجعه و وعیدیه و قدریه و غیره. اما این آخوند مکار و حیله‌گر سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می‌کند که مراد شیخ الاسلام اصل کل مذاهب است، حتی مذاهب اربعه اهل سنت، یعنی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. و این در حالی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه چند سطر قبل از جمله‌ای که این آخوند می‌خواند رهبران و سران نه تنها مذاهب اربعه بلکه مذاهب اهل بدعت را نیز زندیق و منافق نمی‌خواند، به استثنای رافضیان. با هم این کلیپ را ببینیم. الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد 6 پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیق ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان و سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب، کاری به شیعه هم نداره، نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب، انما ابتدعه زنادقه منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیق ها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید، آقای جوان حنفی بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقه منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. حکم زندیق چیه؟ و قاتل ائمه الکفر یا و قاتل الکفار
برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکمم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن، اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ گیریم 1000 نفر شیعه، آیا این 5 یا 6,000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن، آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره، هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه. منهاج السنة النبویه جلد 6 صفحه 302. وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة، فإن رؤوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه وأسسوه كانوا منافقين زنادقة، كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم، وهذا ظاهر لمن تأمله، بخلاف قول الخوارج، فإنه كان عن جهل بالتأول القرآن وغلو في تعظيم الذنوب، وكذلك قول الوعيدية والقدرية كان عن تعظيم الذنوب، وكذلك قول المرجئة كان أصل مقصودهم نفي التكفير عن من صدق الرسل. ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها لم يقل أحد أنهم زنادقة منافقون، بخلاف الرافضة، فإن رؤوسهم كانوا كذلك، مع أن كثيرا منهم ليسوا منافقين ولا كفارا، بل بعضهم له إيمان وعمل صالح، ومنهم من هو مخطئ يغفر له خطاياه، ومنهم من هو صاحب ذنب يرجى له مغفرة الله، لكن الجهل بمعنى القرآن والحديث شامل لهم كلهم، فليس فيهم إمام من أئمة المسلمين في العلم والدين، وأصل المذهب إنما ابتدعه زنادقة منافقون مرادهم إفساد دين الإسلام. در میان فرقه ها هیچ فرقه‌ای مانند روافض راستی را تکذیب و دروغ را تصدیق نمی کنند، چرا که سران و رهبرانی که این مذهب را درست کردند همان گونه که بسیاری از اهل علم گفتند عده‌ای منافق زندیق بودند، و این مسئله برای کسی که بیندیشد واضح و آشکار است، برخلاف خوارج که اساس مذهب آنها از روی جهالت و نادانی به تأویل قرآن و غلو و زیادروی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مشکل وعیدیه و قدریه از روی زیادروی در بزرگ دانستن گناهان بود، و همچنین مرجئه اصل مذهب آنها نفی تکفیر از کسانی بود که دعوت پیامبران را تصدیق کردند. به همین علت کسی رهبرانی که این مذهب را اختراع کردند زندیق و منافق نخوانده است، برخلاف رافضه که رهبرانشان چنین بودند. با وجود این که بسیاری از آنان منافق و کافر نیستند، بلکه برخی از آنان ایمان و عمل صالح دارند و برخی دیگر اشتباهاتی انجام می‌دهند که بخشیده می‌شود، و برخی دیگر لغزش‌هایی دارند که امید است خداوند آنان را ببخشاید، اما جهل و نادانی به قرآن و حدیث شامل همه آنان می‌شود و آنان هیچ امامی در میان مسلمانان ندارند و اصل مذهب را عده‌ای زندیق منافق به قصد فاسد کردن دین اسلام ساختند. بینندگان عزیز،
آنچه از سخنان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مشخص است این است که ایشان پایه‌گذاران مذاهب مبتدعی چون خوارج و قدریه و وعیدیه و مرجعه را منافق و زندیق نمی‌داند تا چه برسد به مذاهب چهارگانه اهل سنت، بلکه پایه‌گذاران مذهب رافضه را جزو منافقین و زنادقه می‌داند. اما آخوند قزوینی طبق عادت دیرینه خود سخنان ایشان را قیچی نموده و چنان وانمود می‌کند که ابن تیمیه ائمه اربعه را منافق و زندیق دانسته و عجیبتر این که بر پایه این اصل دروغی که بنا نهاده نتیجه گیری می‌کند ابن تیمیه فتوای قتل اهل سنت را داده است. به راستی ابلیس بایستی نزد این آخوند تعلیم ببیند. اما دیدگاه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد ائمه اربعه چیست؟ ایشان در فتاوای خود بیش از 400 مورد اتفاق ائمه چهارگانه اهل سنت ابو حنیفه، مالک و شافعی و احمد را نقل می کند و در صدها مورد فتاوای آنان را به صورت انفرادی ذکر می کند و بسیاری از اقوال را به علت مخالفت با ائمه مسلمین و از جمله ائمه اربعه مردود می داند. برای مثال در مجموع الفتاوا جلد 7 صفحه 402 می گوید من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب. از رحمت الله به بندگان مسلمانش این است که امامانی که نام نیک در میان امت دارند مانند ائمه اربعه و دیگران مانند مالک و ثوری و اوزاعی و لیث بن سعد و شافعی و احمد و اسحاق و ابو عبید و ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد مخالف اقوال جهمیه در مسئله قرآن و ایمان و صفات پروردگار بودند. فلانی روایات ما رو صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن. ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن. ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن. بله بینندگان عزیز گرامی، اینم از دروغی که جناب آیت الله قزوینی گفته بود و افما دوستان میگن تموم شده، وارد 8 ماهگی شده و امیدوار هستیم که در 9 ماهگی خلاصه خبر خوشی برسه و اینها بیان. البته 9 ماه و 9 روز آقای قزوینی بیاد و عذرخواهی بکنه و ما ناامید نیستیم. انشاءالله الله سبحانه و تعالی به راه راست هدایتش بده. در هفته‌ای که گذشت و هفته قبل از اون مطلبی رو در مورد ایستاده بول کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم و کلا این مطلب در نزد شیعه و سنی من مطرح کرده بودم که در جواب یزدانی یکی از کارشناسان شبکه ولایت که این مطالب رو آورده بود و مسخره کرده بود. جهت توضیح بیشتر من امشب میخوام خلاصه در مورد این مطلب صحبت کنم و بعد از اون ان شاءالله میریم سراغ تماسهای شما عزیزان.
اول میریم دو مصدر از مصادر مهم اهل سنت صحیح بخاری و مسلم و این مطلب را از اونجا خدمت شما عزیزان نشون بدم. در صحیح بخاری، احمد جان اگر تصویر رو نشون بده، این صحیح بخاری است، این صفحه بعدش، اینم شناسنامهش و اینم مطلبی که در این باره اومده. حدیثی است که در اینجا روایت شده از حذیفه، میگه که رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم او قال لقد اتى النبي صلی الله علیه وسلم سباتة قوم فبال قائما. پیامبر صلی الله علیه وسلم یک جایی که به اصطلاح جای آشغالدانی بود، جایی که مهجوری بود، اونجا اومدن و ایستاده بول کردن. این مطلب رو در اینجا داریم و در صحیح مسلم هم همین مطلب هست. در شرح این حدیث در کتاب فتح الباری از ابن حجر، در اینجا در صفحه 230 کتاب وضو در مورد این مطلب صحبت شده. مطلب طولانی است، اما در اینجا ذکر میکنه که چون این یک بار بیشتر در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم رخ نداده، به خاطر همین در حدیث دیگری ام المؤمنین عایشه میگن که اگر کسی گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بول میکردن، صحیح نیست، شما باور نکنید. در اینجا گفته که اولا لانه لم یجد مکانا یصلح للقعود، اولا دلیل این بوده که شاید در اونجا مکانی که شایسته باشه برای نشستن وجود نداشته، مثلا زمین کثیف بوده یا چیز بوده. و دلیل دیگریش گفته لکون الطرف الذي یلیه من الثبات کان عالیا فامن ان یرتد الیه شیء من بولی، به خاطر اینکه اونجایی که مثلا عادتا آشغالا چیزا رو میریزن شاید مکان مرتفعی بوده و طرفی که این آشغالا بوده پایین‌تر بوده، به خاطر همین امکان اینکه بول اصابت بکنه به لباسهاشون وجود نداشته. این مطلب رو ذکر کرده و همچنین از شافعی روایت کرده که عرب عادت داشتن که تستشفی لوجع صلب بذلك فلعله کان به، عرب عادت داشتن که به خاطر درد کمر ایستاده بول میکردن، اگر که در کمرشون درد میکرد شاید به خاطر این کار رو انجام داده باشن. و مطلب دیگری هم که در اینجا اومده در امین شرح صحیح بخاری که ظاهر این است که این کار رو انجام دادن برای بیان جوازش، فعل ذلك لبیان الجواز، این کار رو انجام دادن که یعنی ایستاده بول کردن جایز است و اشکالی ندارد. و کان اکثر احوالی البول عن القعود والله اعلم، و اکثرا چنانچه روایت شده پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بول میکردن و همچنین بقیه هم به این چیز امر میکردن که در اینجا مفصل در این مورد صحبت شده است. این است. و همچنین در شرح نووی که بر صحیح مسلم هست، اینم احمد جان نشان بده، این صحیح مسلم شرح نووی جلد سوم، در اینجا هم همین مطلب رو ذکر میکنه. در صفحه 165 همون روایت هست از حذیفه و سببش هم همون اسبابی که قبلا در شرح صحیح بخاری ذکر شده بود که من دوباره تکرار نمی کنم. دقیقا همون مطالب رو در اینجا هم آورده ذکر کرده. تشکر میکنم احمد جان. اما آنچه که بنده از کتب شیعه در این باره یک مطلب دیگر رو هم نشون بدم خدمتتون، در شرح موطأ امام مالک هم این مطلب اومده و که حدیث حذیفه است که کنت من نبی صلی الله علیه و سلم فانتهى الی سباتة قوم فبال قائما. در اینجا هم همین سه مطلب رو نوشته. اولا سه دلیل آورده برای این چیز، یکی که شاید به خاطر قضای حاجت این کار رو کردن، مسئله دوم به خاطر این دردی که در احساس میکردن این کار رو انجام دادن، و مسئله دوم که در جایی که اونجا آشغالدانی باشه عادتا نجاسات هست در اونجا و تر بوده و نشستن شاید که لباساشون رو کثیف میکرده، به خاطر همین مجبورن ایستاده بول کردن. والله اعلم. این سه مطلب که از کتب اهل سنت، البته کتب دیگر هم هست که تقریبا همین مطالب رو آوردن و هیچ کدومش به عنوان یک مسئله‌ای که به اصطلاح فرض باشه، سنت باشه، مستحب باشه، حتما باید مسلمان‌ها این کارو بکنن نیاورده. اما آنچه که در کتاب کافی وجود داره، من خدمت شما عزیزان نشون دادم. این کتاب کافی است از کلینی در صفحه 314 جلد 6 از علی ابن ابراهیم روایت شده که ابی عبدالله مجفر صادق از ایشون پرسیده شد که از کسی که
یتلی که پودر به خودش میزنه به اصطلاح، فیبول و هو قایم، ایستاده بول میکنه. قال لا بأس به، گفتن که هیچ اشکالی ندارد. پس علی کل حال اگر این روایت حالا اینا بخوان هرچی اعتراضی بکنن، امام جعفر صادق گفته که اشکالی نداره. اگر بگن که این روایت ضعیف است و مجهول است و فلان است، ما همون حرفی که هفته گذشته با آقای رضوی گفتم، شما بیاید یک معیاری برای احادیثتون بیان بکنید که بر اساس اون معیار ما بیایم این روایت رو بررسی بکنیم. و اگر روایت مجهول است، این علی ابن ابراهیم قمی که به اصطلاح شاگرد کلینی محسوب میشه و تفسیرش به اصطلاح صحیح ترین تفسیر شیعه است، چطور این مطلب مجهول رو به ابی عبدالله نسبت داده و کلینی هم در اینجا ذکر کرده و تعلیقی نداده، رد نکرده. در المسترشد طبری شیعه این مطلب اومده، اینجا است در صفحه 167 و این مطلب از حذیفه روایت شده. منتها در اینجا یک سری مطالبی رو بهش اضافه کرده، شاید روایت دیگری باشه از کتب دیگر، اما روایت بخاری و مسلم رو در اینجا روایت نکرده و این روایت اهل سنت است که در دو هفته قبل که من این مطلب رو خدمت شما عزیزان بیان کردم، برداشت من این بود که این روایت شیعه است، اما حقیقتا این روایت اهل سنت است. اما طبری در اینجا کلا این مطلب رو رد نمیکنه، منتها این روایتی که در اینجا آورده روایت بخاری و مسلم نیست، روایت دیگری است. تشکر میکنم احمد جان. در تهذیب الاحکام توسی، بله این صفحه بعدش، در اینجا هم روایت دیگری رو اینجا از ابی عبدالله امام جعفر صادق گفته که ایبول رجل و هو قائم قال نعم، آیا یک مرد میتونه که ایستاده بول بکنه؟ فرمودن که بله. ولکنه یتخوف ان یتلبس به شیطان، اما میترسم که شیطان برو داخل بشه. به هر صورت این روایت هم هست در جلد 1 صفحه 352 در کتاب توسی. در کتاب دیگر کشف اللثام عن قواعد الاحکام الاصفهانی این مطلب رو ایشون هم آورده که از امام جعفر صادق پرسیده شد که کسی که اگر یتلی فیبول و هو قائم قال لا بأس، گفت که اشکالی ندارد. صفحه 229. تشکر میکنم. در مصباح المنهاج هم این روایت در اینجا اومده که از ابی عبدالله روایت شده که سألت عن رجل یتلی فیبول و هو قائم قال لا بأس به، گفت که اشکالی نداره اگر کسی ایستاده بول بکنه. تشکر میکنم احمد جان. اما در منتهى المطلب هلی، در اینجا هم این روایتی که در اینجا آورده من طریق الخاصه از ابن بابوی که رسول الله صلی الله علیه وسلم قال البول قائما من غیر الا من الجفا، اگر که بدون علت کسی ایستاده بول بکنه این از جفا هست. و الاستنجاء بالیمین من الجفا، و استنجا کردن با دست راست هم از جفا است. یعنی اگر دلیلی داشته باشه و ایستاده بول بکنه، از رسول الله صلی الله علیه وسلم این روایت ثابت شده که اشکالی نداره، از طریق خاصه یعنی از طریق شیعه. و روى الجمهور عن النبي صلی الله علیه وسلم انه اتى ثباتة قوم فبال قائما، این روایت عن جمهور که در اینجا ذکر کرده، عادتا اینا عامه و خاصه میگن، اما من تصور من وقتی که این روایت را قبلا خوندم این بود که عن جمهور شاید مقصود شیعه باشه، که نه، این مقصودش اهل سنت است و اشاره کرده در پاورقی، صحیح بخاری، صحیح مسلم و سنن ابو داود که شماره حدیث را هم در اینجا ذکر کرده. اما این گفته که این روایت نفی نمیکنه آنچه را که ذکر کردن، آنچه را که کی ذکر کرده؟ ابن بابوی قمی ذکر کرده که بدون دلیل اگر کسی ایستاده بول بکنه جفاد است، و اگر با دلیل باشه همونطوری که در شرح بخاری و مسلم اومده اشکالی نداره. و در اینجا دلیلش هم آورده و یکی از دلایلش همون دلیل است که در شرح بخاری و مسلم اومده که فلا احتمال ان یکون فی الموضع لا یتمکن من جلوس فیه، شاید جایی بوده که اونجا نمیتونستند بنشینند.
تشکر میکنم احمد جان. این مطلب رو هم خدمت شما در اینجا نشون دادم. در کتاب وسایل شیعه، وسایل شیعه در اینجا یک بابی زده، باب کراهت البول قائما من غیر الا، اگر که بدون دلیل کسی ایستاده بول بکنه کراهیت داره، الا ان یتلی بالنوره، مگر اینکه به خودش پودر بزنه. و اینجا روایتی رو آورده که از امام جعفر صادق که اگر کسی به خودش پودر بزنه و ایستاده بول بکنه گفته لا بأس به، اشکالی نداره. و در روایت دیگری هم که در روایت شماره 938 که در اینجا از امام جعفر صادق روایت شده که از او پرسیده شد که آیا مرد میتونه ایستاده بول بکنه؟ فرمودن که نعم، بله، ولکن یتخوف علیه یلبس به شیطان، اما میترسم که شیطان به او نزدیک بشه. تشکر میکنم احمد جان. و همچنین در همین وسایل شیعه یک بابی داره، اینم وسایل شیعه، اینم شناسنامهش، که باب جواز البول المتلی قائما و کراهت جلوسی، کسی که پودر زده و ایستاده بول بکنه باید ایستاده بول بکنه و کراهت داره که بنشینه. تشکر میکنم. این مجموعی از روایت هایی بود که در مورد این مسئله اومده بود و به خاطر اینکه این باب بسته بشه من این رو یک بار دیگه توضیح دادم و به خاطر این دو مطلبی که در اینجا حالا برداشت شخصی من بود از کتب شیعه، من عذرخواهی میکنم از بینندگان به سبب اشتباهی که رخ داده بود و این حقیقت امر است که در اینجا من را شما بیان کردم. اما در مورد اینکه چه حکمتی داره که پودر زدن و وایستاده به اصطلاح بول کردن، دیگه این رو از حمام رفتن ائمه که روایت‌های فراوانی در این مورد است که اگر دوستان خواستن در این مورد بحث بکنن، روایت‌هایی هست که اینا لخت می‌شدن در حمام، به خودشون پودر می‌زدن و بدون هیچ لباسی، بدون اینکه عورت خودشون رو بپوشانن در جلوی مردم ظاهر می‌شدن که حالا این توهینی است که به ائمه اهل بیت شده در کتاب‌های اینا که خودشون باید در این مورد پاسخگو باشن. کلیپ شماره 906 رو با هم می‌بینیم، تحریف معانی قرآن برای اهانت به صحابه، و بعد از اون انشاءالله تماس شما عزیزان را خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. تحریف معانی قرآن برای اهانت به صحابه. و از جمله آیاتی که حساس هم هست و بیانگر راه بر حق علی علیه السلام در سوره انفال هست، آیه 32. قرآن می‌فرماید و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. خیلی آیه رسایی است، مقدمه تاریخی هم داره. خود واقعه پرشکوه قدیر همین آیه را اونجا در واقع عملا دیدیم که پیاده شد. اول ترجمه آیه رو بفرمایید. بله. میفرماد هنگامی که میگویند بارالله، اگر ولایت علی حق است و از طرف تو میباشد، پس بباران بر ما سنگی از آسمان یا ما را به عذاب دردناک گرفتار نما. این آخوند بیخرد و دور از مفاهیم قرآنی تلاش دارد تا با این سخنان بی ربطش به صحابه بزرگوار پیامبرمان که بر خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اجماع نمودند اهانت نموده و آنها را کافر بخواند. این آخوند ناآگاه از تعالیم قرآنی نمی‌داند که به اتفاق کتب تفسیر سنی و شیعه سوره انفال بعد از جنگ بدر و چندین سال قبل از داستان غدیر خم نازل شده است و هیچ ارتباطی به غدیر خم ندارد و این آیه درباره مشرکان قریش مانند ابوجهل و نضر بن حارث و امثال آنها نازل شده است. تفسیر قمی و البرهان فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحه 226
و بهار الانوار جلد 9 صفحه 210 و از تفاسیر اهل سنت تفسیر طبری و تفسیر ابن کثیر و غیره ضمن تفسیر آیه 32 سوره انفال. الله تعالی در این آیه بیان می دارد که مشرکان قریش این چنین می گفتند: پروردگارا، اگر این قرآن حق و از نزد تو آمده است، بر ما از آسمان سنگ ببار و یا عذابی دردناک بر ما نازل کن. الله متعال در ادامه می‌فرماید: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. و تا تو در میانشان هستی، الله آنان را عذاب نمی دهد و نیز تا زمانی که آنان آمرزش می خواهند الله ایشان را عذاب نمی نماید. این آیه به خوبی واضح می سازد که طلب عذاب از طرف مشرکین قبل از نزول سوره انفال و قبل از جنگ بدر بوده است، زیرا در هنگام تقاضای آنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در میان آنان بوده است. اما آخوندان شیعه بدون در نظر داشت سیاق و سباق آیه و وقت و سبب نزول آن به دروغ میگویند که این آیه کریمه بعد از واقعه غدیر، یعنی 8 سال بعد از جنگ بدر نازل شده و درباره مخالفین ولایت و جانشینی علی رضی الله عنه بوده است. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. از همین الان شماره تلفن برنامه زیرنویس میشه و شما عزیزان میتونید زنگ بزنید و در مورد کلیپ ها و موضوعاتی که مطرح شده در برنامه صحبت بکنید. من تا برقراری تماس های شما عزیزان میریم به سراغ ایمیل ها. آقا اکبر که هفته گذشته تماس گرفته بودن، این هفته ایمیلی فرستادن. روایتی رو که در برنامه حبل المتین هفته گذشته قزوینی مطرح کردین، روایت رو ذکر کردن که در صحیح بخاری نوشتن که فهم صحیح روایت توسل عمر به عباس در صحیح بخاری. یکی از مباحث اختلاف نظر میان مکتب اهل بیت علیهم السلام و میان باقی مذاهب بحث توسل است. در مورد این مبحث میتوان به کتاب صحیح بخاری اهل سنت که معتبرترین کتابش است استناد داشت. حدیث 10:10 در مورد سوال بنده است که در اونجا روایتی اومده که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه میفرمایند که اگر که قحطی میشد به عباس عموی پیامبر متوسل میشدن و الله سبحانه و تعالی به اونها به اصطلاح باران میبارید و مشکلشون رو حل میکرد. این در صحیح بخاری دارالفکر طبعت و نشر سال شاب 1401 1981 جلد دوم صفحه 16 این مطلب اومده. در اینجا بعضی از شبهات رو ایشون بیان کردن که چرا عمر متوسل می شده به عموی پیامبر و اینکه این قضیه استمرار داشته و در اینجا کنا که گفته دلیل بر استمرار است، یعنی زمان پیامبر هم این کار رو می کردن و زمان عمر هم این کار رو انجام می دادن. نه تنها زمان عمر، زمان ابوبکر هم اینو انجام می دادن
و زمان عثمان هم اینو انجام میدادن و تا امروز هم اهل سنت با این روایت هیچ مشکلی ندارن و انجام میدن. جهت این که این موضوع و این حدیث که اونها به شکل مبهم مطرح میکنن در شبکه‌هاشون بیشتر برای شما عزیزان واضح بشه، من مطلب اینجا خدمتتون عرض بکنم که ما توسل جایز داریم، توسل ناجایز داریم. توسل رو هیچ کس رد نمیکنه. یعنی توسل یکی از عباداتی است که الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده. وابتغوا الیه الوسیله در قرآن کریم وقتی ذکر میشه به سوی الله وسیله بجویید و این رو الله سبحانه و تعالی امر کرده و این یک عبادت است که همه اهل سنت به این اعتقاد دارن. اما همونطوری که ما در همه مسائل با شیعیان، با مخالفین توحید و قرآن و سنت این مشکل را داریم که در مقابل هر جایزی یک سری ناجایزهایی رو اینها درست کردن که در ظاهر همون مطلب است. توسل در نزد کسانی که از قرآن و سنت پیروی میکنن و در نزد شیعیان که از کلینی و مجلسی و از خرافات پیروی میکنن، توسل همون توسل است، منتها این توسل مشروع است، جایز است و این توسل ناجایز است. توسل مشروع، توسل به اعمال صالح. در خطبه 110 نهج البلاغه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این مطلب رو واضح بیان میکنن که توسل مشروع به اعمال صالح است، به نماز است، به درود به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستادن است و غیری از مسائل دیگه. پس یکی از روش‌های توسل جایز این است که انسان به اعمال صالح، به خاطر همین که در قرآن کریم وقت آیه وابتغوا الیه الوسیله قبض واتقوا الله، تقوا پیشه بکنید، وابتغوا الیه الوسیله. تقوا هدف از همه عبادت ها تقواست. بارها اینو ذکر کردم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. هدف از همه عبادت ها رسیدن به مقام تقواست. وقتی که الله سبحانه و تعالی میگه که تقوا پیشه کنید و وسیله بجویید، یعنی همون اعمال نیک رو که شما با هدف از اون رسیدن به تقوا هست همون اعمال رو انجام بدید، روزه، نماز، زکات، حج، صدقه و غیره. هر عمل خیری که شما انجام میدید میتونید اون عمل خیرتون رو وسیله قرار بدید برای اینکه از الله سبحانه و تعالی چیزی رو بخواید، طلب آمرزش بکنید، توبه بکنید و غیره. توسل به اسما و صفات الله سبحانه و تعالی، یا رحمان یا رحیم، ای پروردگاری که تو رحمان هستی، تو رحیم هستی، من به این اسما و صفات تو به تو متوسل میشم که فلان مشکل مرا حل بکنی، هیچ اشکالی نداره. این نوع دوم توسل است. توسل به دعای انسان صالح، مثلا شیخی هست، ملایی است، داملایی است، انسان متقی و پرهیزگاری است، شما بهش عقیده دارید، ایمان دارید، به تقوا و پرهیزگاری شادن، ظاهرش انسان متقی و پرهیزگار است، پیشش برید بگید ای شیخ، ای فلان، برای من دعا بکن. این متوسل شدن به دعای انسان صالح، این یکی از انواع توسل جایز و مشروع است که هیچ اشکالی نداره و در حدیث هم در این مورد به اصطلاح بیان شده و این جزء توسلات مشروع است. اما توسل های نامشروع، یک نوع توسل دیگر هم که در نزد علماء اهل سنت اختلافی است که من خدمتتون بیان بکنم، توسل به جاه نبی صلی الله علیه و آله و سلم است. به طور مثال کسی از الله سبحانه و تعالی چیزی رو بخواد اما محبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم رو وسیله قرار بده، اشکالی نداره. درود و سلام بر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده باشه و از الله سبحانه و تعالی چیزی بخواد، اشکالی نداره. اما این که بگه یا الله من به جاه نبی تو و به مقام و منزلت نبی تو به تو متوسل میشم فلان مشکل منو حل بکنی، مسئله اختلافی است. اکثر علما اهل سنت در این باب میگن که اینم توسل بدعی است، خوب نیست، اما انسان رو به درجه شرک نمیرسه. اما آنچه که در نزد شیعیان امروز مطرح هست توسل نیست. اونا استغاثه مستقیم میخوان از مردگان، اولا خواستن از مرده ها که در نزد شیعیان معروف است این جایز نیست، شرک است، کفر است، انسان رو از دایره اسلام خارج میکنه. صدا کردن غیر الله سبحانه و تعالی که استغاثه غیر الله گفته میشه، این شرک است، کفر است، جایز نیست. اینها همه این اعمال کفری خودشون رو به عنوان توسل جا میزنن که این مشکل این قوم است که الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده. این روایت رو با هم میخونیم و در مورد همین انواع توسل که صحبت کردن انشالله موضوع برای شما آشکار میشه. روایت است از انس بن مالک که عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کان اذا قحطوا، دقت بکنید احمد جان نشان بده، وقتی که دچار قحطی می شدن استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال،
میرفت به سراغ عباس ابن عبدالمطلب که زنده بود در اون زمان، میرفت سراغش فقال اللهم بارالله انا كنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. ما در سابق متوسل می شدیم به کی؟ به پیامبرمان. کنا ضمیر گذشته است، ماضی است. کنا ما متوسل می شدیم به کی؟ به پیامبرمون. فتسقینا تو به ما باران می فرستادی. پیامبر زنده بود، صحابه دچار قحطی می شدن، باران نمی بارید. احادیث متعددی در این زمینه وجود داره. می اومدن یا رسول الله مواشیمون به اصطلاح مرد، زمین ها خشک شد، درخت هامون داره می میره، لطفاً شما دعا بکنید در پیش پروردگار که بر ما باران نازل بشه. پیامبر صلی الله علیه و آله دستاشون بالا میکردن، دعا میکردن. در روایت ها اومده که هنوز دستان مبارکشون رو پایین نمی آوردن که الله سبحانه و تعالی ابرهایی رو ظاهر میکرد در آسمان مدینه و اینقدر باران میبارید که میومدن دوباره میگفتن یا رسول الله دعا بکن که دیگه باران متوقف بشه و میفرمودن که اللهم حوالينا ولا علينا، در اطراف مدینه ببار و بر ما نبار، و باران متوقف میشد. این چیزی است که در روایت ها اومده و واضح و آشکار است. بعد از اون میفرماید که و اینا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. ما الان متوسل میشویم به عموی پیامبرمان، پس به ما باران بفرست. قال راوی میگه که فیسقون، بر اینها چی میشد؟ باران نازل میشد. اکبر جان در اینجا موضوع مهمی که این است که قبلا هم اشاره کردم در انواع توسل جایز و مشروع، که توسل به دعای انسان صالح. پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بودن، صحابه میرفتن پیششون متوسل میشدن بهشون که یا رسول الله دعا بکنید که باران بیاد. هیچ اشکالی نداره، این عقیده من، عقیده محمد ابن عبدالله ابن تیمیه، همه مسلمانان جهان است. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، بزرگترین و نزدیکترین انسان در اون زمان، هم از نگاه سن هم از نگاه قرابت، عباس عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین مسلمان ها بود. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه میرفتن سراغش، میگفتن یا عباس یا عموی پیامبر برای ما دعا بکن خداوند باران بر ما نازل بکنه. و در اینجا هم که این مطلب رو میگن که بارالله ما قبلا متوسل میشدیم به پیامبر، الان که پیامبر در بین ما نیست ما متوسل میشیم به عموی پیامبر، پس باران بر ما ببارد که باران میبارید. هیچ اشکالی نداره. عموی پیامبر متوسل شدن به دعاش این جزء انواع توسل های مشروع است. این که نمیدونم کنا و استمرار و فلان، این یک دلیل لایتچسبک احمقانه است، برز معذرت. ببینید اگر توسل به انسان مرده جایز بود که ما بگیم بریم سر قبر رسول الله بگیم یا رسول الله تو برای ما دعا بکن که برای ما باران بباره، اگر این جایز بود پس استدلال شما بر این روایت کلاً باطل است، چون که عمر بر اساس این استدلال شما یک عمل گناهی رو انجام داده. چون مادامی که شخص فاضلی وجود داره مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم، میبینه، میشنوه، میشه بهش توسل کرد، چه زنده و چه مرده، پس چرا میرفت سراغ عموی پیامبر؟ اگر اینطوری باشه این یک کار احمقانه است. هیچ انسان عاقل این کارو نمیکنه. به طور مثال رئیس جمهوری وجود داره، مثال بزنم ساده، رئیس جمهوری وجود داره مشکل شما رو حل میکنه، از شما خواسته، شما شرعاً موظف هستید که برید پیش این رئیس جمهور تا مشکلتون رو حل بکنه. شما بگید نه بارالله من میرم سراغ وزیر این رئیس جمهور تا مشکل من رو حل بکنه. خب یک انسان عاقل این کار رو نمیکنه. مادامی که در رئیس جمهور باز از خودش هم خواسته، تو هم باید بری و مامورم بر این هستی، رفتم به سراغ وزیر، کار احمقانه است که انسان جاهل و احمق این کارو میکنه. این روایت هیچ وقت دلیل نمیشه برای اینهایی که متوسل میشن به مردگان، حاجت میطلبن از مردگان و استغاثه میکنن از مردگان، در دعا طلب میکنن از مردگان، توکل میکنن به مردگان، مرده ها را بین خودشون و الله سبحانه و تعالی واسطه قرار میدن. این اعمال شرکی است و در دین جایز نیست. امیدوار هستیم که اکبر جان برادر عزیز این موضوع رو متوجه شده باشید و اگرم بازم توضیحات بیشتر خواستید ایمیل بزنید و یا تماس بگیرید، حتما ان شاءالله توضیحات بیشتر میدم و اگر شبهه‌ای هم در ذهن شما باقی مونده حتما با من در میون بگذارید تا جوابتون رو بدم. میریم سراغ تماس های شما عزیزان که امیدواریم بینندگان عزیز و گرامی در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح شده ان شاءالله صحبت بکنن. اولین تماس رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو.
بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقایان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت باشید. آقای انصاری عرض کنم میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من رضا هستم آقا رضا از کجا؟ از ایران هستم. آقا رضا بفرمایید. ببین البته من ممنونم که شما بی‌سوادی خودت ثابت کرد برایم. منتها بحث من در مورد مرحوم طبریه. آقا رضا شما مثل که هنوز یک هفته گذشته هنوزم از دستشویی نیومدی بیرون. دوست عزیز، من در مورد طبری و در مورد هلی و همه روایت‌ها صحبت کردم. مطلب دیگری داری، در خدمت شما هستم، لطفاً این موضوع رو ببندید. بله همین که عذرخواهی کردی از بیننده‌ها ممنونم، چون بی‌سوادی خودت ثابت کرد. تشکر. این حق، ببینید آقا رضا، حق است، انسان حق رو باید بگه. خواهشاً در موضوع دیگر اگر مطلبی دارید صحبت کنید و الا با شما خداحافظی میکنم. بله یه مطلب دیگه. بنده میخوام به شما تحدی کنم که ثابت کنید سازندگان مذهب شیعه زنادقه و منافقین هستند. طبق شما کی گفته اینو؟ شما مگه نمیگید که ابن تیمیه این حرف زده؟ نه کی گفته؟ که خودت میگید شما میگید غلط کرده هر کسی این حرف زده. خب ببین آیه انصاری، یک لحظه فرار نکن. ما داریم میگی اون بحث ابن تیمیه رو خودت گفتی در موضوعاتی که مطرح شد، در همین موضوعاتی که داشتی گفت. رضا جان برادر عزیز، اولا ببین، شعار نده، سر صدا نکن، فرار نکن و تحدی میکنم، این حرفای گنده به شما نمیاد. خواهشاً شما الان گفتی که ما گفتیم که شیعیان زنازاده هستن. من میگم غلط کرده هر کسی که گفته، هر کسی که هست. الان شما همین حرفی رو که زدید، همین دروغی رو که گفتید ثابت بکنید. من کی گفتم؟ کدوم یک از علمای اهل سنت گفته؟ در کجا گفته؟ جلد، صفحه، اسم کتاب. خب ابن تیمیه گفته دیگه. در کجا گفته؟ در همون مطلبی که شما آوردید اصل ابن تیمیه همین. بخونید مطلب رو بخونید در کجا گفته. من که جلوی من که خواهش میکنم ازتون آقا رضا، وقتی میخواید مطلبی ارائه بدید لطف کنید که جلد، صفحه کتاب رو جلوتون باز بکنید، از اونجا بخونید تا با هم صحبت بکنیم. این دروغی است که قزوینی گفت و ما بارها در موردش صحبت کردیم، 2 مرتبه هم صحبت کردیم. یک بار این دروغ رو قزوینی گفت، من جوابش دادم. بار دیگه ابوالقاسمی گفت، جوابش دادم. یزدانی هم گفت، جوابش دادم. اما شما دارید همون رو دوباره تکرار میکنید. خواهشاً جلد، صفحه، نص مطلب رو آماده بکنید، بعد از اون تماس بگیرید. آیه انصاری، شما در مورد مرحوم طبری که قبول کردی اشتباه کرد. باز دوباره برگشتی سر. شما الان یه دروغی گفتید که ما گفتیم که شیعیان زنازاده هستن. در کجا گفتیم؟ خب شما ببین، خود ابن تیمیه گفته مذهب شیعه رو زنادقه ساختن. مگه شما همین مطالب رو شما همین امروز آقای محترم، ابن تیمیه میگه رؤوس مذاهب. اینو کتابای خودتون گفته. از برای خدا کتاب فرق شیعه مال نوبختی و قمی میگه کسی که مذهب شیعه را تأسیس کرد و قضیه امامت علی و لعن صحابه و اینا رو مطرح کرد و فرضیت امامت رو مطرح کرد و ولایت علی رو مطرح کرد و براءت از دشمنان علی رو مطرح کرد، این کی بود؟ ابن سبع یهودی بود. خب شما نگفتید زنازاده، گفتید زنادقه. اصل مذهب خب زنادقه با زنازاده فرق میکنه دوست عزیز. من الانم میگم و قبلا هم گفتم و این جزء اعتقادات ماست که کسانی که مذهب شیعه را تأسیس کردند زنادقه، کفار و یهودی بودند. خب همون فرق شیعه رو بیار. دوست عزیز، بارها در این مورد صحبت کردیم، شما فقط دارید وقت تلف میکنید. آیا انصاری اجازه بدید، شما خودتون گفتید. من اجازه دادم دوست عزیز، من اجازه دادم، قبلا بارها به شما اجازه دادم، اما شما مطلب برای گفتن ندارید دوست عزیز. ببین شما گفتید اصل مذهب شیعه ساخته زنادقه هست. خب با این حقیقته. خب این از کجا آوردید؟ از کتاب فرق شیعه. خب الان بیارید شما الان بیارید. این خدمت تو دارید فرار میکنید. بفرمایید. این کتاب فرق شیعه،
ببینید الان رو صفحه تلویزیون. امیدوارم که شما اینقدر علمشو داشته باشید که متن عربیشو بخونید و بفهمید که چی نوشته. اینم شناسنامه‌اش، اینم در اینجا. دارید دروغ میگه. بخونید. بسم الله بخونید. از کجا من بخونم؟ من که جلوم تلویزیون نیست ولی برات میخونم. بخونید الان جلوتون تلویزیون هست، بخونید از صفحه تلویزیون ببینید و بخونید. والله من تلویزیون جلوم نیست. والله. خب شماره رو از کجا آوردی؟ شماره رو از کجا آوردی جلو تلویزیون نیست؟ بنده منزل بودم زدم بیرون. خب آقای محترم الان من میخونم. میگه فرقه‌ای بودن که گفتن که علی نمرده و زنده است و نمیمیرد تا اینکه عرب را با عصای خودش هدایت کند و دنیا را پر از عدل و داد بگرداند. این اولین فرقه‌ای بود که در اسلام در مورد وقف، یعنی شما کامل بخون، کامل بخون. کامل دارم میخونم، وسط حرفم نپر دوست عزیز. صفحه بعدش هم بخون، صفحه بعدش هم بخون. رضا جان خواهش میکنم برو تلویزیون یک جای پیدا بکن تا برف منو باور بکنی. اول میگی بخون، وقتی که دارم میلیون ها بیننده دارن میبینن. از اول دارم میخونم. فرقه 54. اینا عقیده شیعه امامیه نیست. میذارید حرف من تموم بشه یا نه؟ بله بفهم. دوستان عزیز اینو نشون بدن که این آقا خاطرش جمع بشه. صفحه 32 در کتاب فرق شیعه فرقه 54 در اینجا میگه که این اولین فرقه‌ای بود که به قضیه وقف بعد از نبی، یعنی امامت بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کرد یا اعتقاد داشت و اولین کسی بود که غلو کردن در این باره و این فرقه را فرقه سبعیه میگن، اصحاب عبدالله ابن سبع. و این فرقه اولین فرقه‌ای بود که ظاهر کرد طعن نمودن بر ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه و اعلان براءت از آنها. میگفتند که علی آنها را به این مسئله امر کرده. او را علی دستگیر کرد، در مورد این مسئله پرسید و اقرار کرد، امر کرد که او را به قتل برسانند. مردم فریاد زدند یا امیرالمومنین آیا کسی رو میکشی که دعوت به محبت اهل بیت میکند و دعوت به ولایت شما و دوری از دشمنانتان میکند؟ پس او را به مدائن تبعید کرد. حکایت میکنند گروهی از اهل علم که از اصحاب علی علیه السلام که عبدالله ابن سبع یهودی بود اسلام آورد، ولایت علی را قبول کرد و در وقتی که یهودی بود میگفت که یوشع ابن نون بعد از موسی علیه السلام امام است. بعد از اسلامش، بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد علی علیه السلام همین مطلب را گفت و او اولین کسی بود که شهادت داد به فرضیت امامت علی علیه السلام و اعلان براءت از دشمنانش. تشکر میکنم احمد جان. صفحه بعد این مطلب رو خدمت شما بخونم. این مطلب بیاد اینجا. بله. و آشکار کردن مخالفین آنها و تکفیر آنها. از همین جاست که مخالفین شیعه میگویند که اصل رفض یا همون شیعه گری از یهودیت گرفته شده است. خب آیا انصاری این گروه اطلاع منو دارین؟ داره بفرمایید. به این گروه اهل علم همون مخالفین شیعه هستن که صفحه بعد داره میگه، شما الان بخونید. صفحه قبل؟ صفحه بعد، همین صفحه بعد از اون. خب بخونید. داره میگه مخالفین شیعه، داره میگه مخالفین شیعه عقیده میگه به خاطر همین که عبدالله ابن سبع اصلش یهودی بود و در وقت یهودی بودنش امامت یوشع ابن نون را مطرح میکرد و بعد از اینکه مسلمان شد یا ادعای اسلام کرد امامت علی رو مطرح کرد. میگه به خاطر همین است که مخالفین شیعه میگویند که اصل شیعه از یهودیت گرفته شده. خب این یک حقیقت انکار ناپذیر است. شما بیا خلافش رو ثابت کن. خب میگه مخالفین شیعه. ببین شما اینو مخالفین شیعه گفتن. آقا رضا برادر عزیز تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم آقا رضا. تشکر میکنم دوست عزیز. شما من آقا رضا برادر عزیز بزرگوار خواهش میکنم برید کتابای خودتون رو مطالعه بکنید در مورد ببینید این کتاب رو نه من نوشتم، نه محمد ابن عبدالوهاب نوشته و نه اهل سنت نوشتن. این کتاب رو دوستان نشون بدن. کتاب فرق شیعه حسن ابن موسی نوبختی و سعد ابن عبدالله قمی از افاضل علمای سال 300 هجری
سال 300 هجری از افاضل علمای شیعه این مطلب رو نوشتن. نه من نوشتم، نه داعش نوشته، نه وهابیت نوشته. آیا انصاری ما روایات زیادی داریم با سند صحیح که اصلا عبدالله ابن سبا رو لعن کرد. شما اینقدر دارید صحبت کنید با سند صحیح هست، روایت در لعنش دارید. بخونید همون روایت. روایت لعنش رو بخونم؟ روایت کامل بخونید. در کجا گفته؟ بله من الان براتون در میارم. یک لحظه اجازه بده. بخونید. خب اختیار معرفت الرجال پیدا کردین؟ بخونید. شما دارید ادعا میکنید. بخونید. عبدالله ابن حدثني محمد ابن قلبیه القومی قال حدثني سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف قال حدثني محمد ابن عثمان العبیدی. اینجا ریز نوشته، ببخشید من اگه اشتباه بخونید. بن یونس ابن عبدالرحمن. خب الان من دقیقا بر اجازه بدین رجال. خب محمد ابن قلبیه رجال نجاشی. خب درسته این افرادی هم که روایت گفتن روایتان صحیحه. حدثنی محمد ابن. چطور فهمیدید که صحیحه این روایت؟ چطور فهمیدید که صحیحه؟ بله؟ چطور فهمیدید که صحیحه؟ سندش صحیحه. عجب. میشه تعریف روایت صحیح رو در مذهب شیعه بگید که چطور شما یک روایت رو تضعیف میکنید؟ امام صادق لعنت کرده. چرا فرار میکنی؟ امام صادق لعنت من میگم روایت. آقای محترم اولا روایت رو کامل بخون. ثانیاً چطور شما این روایت رو تصحیح میکنید؟ بر چه معیاری؟ ببین مثلا آقای محترم آقا رضا، من میگم که این روایت صحیح هست چون که ما یک معیاری داریم در تصحیح روایت. شما همین معیاری رو که بر اساسش این روایت رو تصحیح کردید بفرمایید. خب حدیث صحیح همون چیزیه که شما قائل هستید، فرارم نکن. آقا رضا حدیث صحیح همون حدیثی است که محمد انصاری به اون قائل باشد. عجب. این در کجا اومده؟ انصاری کیه؟ خب در کجا اومده؟ در کجا اومده؟ یا ربوبیت فی امیر المؤمنین رو سرچ بزن حالا بیا. حدیث صحیح برای من تعریف بکن. حدیث صحیح یعنی چی؟ فرار نکن. اینو که گفتم یه لحظه سرچ بزن. شما تعریفشو بگو. شما تعریف تو. تشکر میکنم آقا رضای محترم. تشکر برادر عزیز. لطفاً یک کمی ببینید اگر امام جعفر صادق من الان میگم ما این شجاعت هم داریم. امام جعفر صادق نه به امامت خودش اعتقاد داشته، نه به امامت علی اعتقاد داشته، نه به مذهب شیعه اعتقاد داشته، نه به شرک و خرافاتی که شما اعتقاد دارین اعتقاد داشته. امام جعفر صادق اگر لعنم کرده رضی الله عنه حقیقتا لعن کرده. منم لعن میکنم عبدالله ابن سبع یهودی رو. خدا لعنت کنه عبدالله ابن سبع یهودی و پیروان عبدالله ابن سبع یهودی رو. من یقین دارم که علی هم لعنش کرده، حسن هم لعنش کرده، حسین هم لعنش کرده، زین العابدین هم لعنش کرده، محمد باقر هم لعنش کرده، جعفر صادق هم لعنش کرده، تا امام حسن عسکری همه لعنش کردن. چرا این مدعی دروغین امامت بود. هیچ کدام از ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعای امامت و مذهب تشیع نکردند. اونها انسانهای پاک، اهل بیت رسول الله، مسلمانان واقعی و امامان بزرگوار ما بودند. خب حالا اجازه میدی من صحبت کنم؟ بفرمایید. اولا روایت رو بیار، فرار نکن. و در ضمن شما خیلی بیخود میکنید میگی شیعه را عبدالله ابن سبع ساخته. آقای محترم شما یک دروغی رو میگید که من بیام ثابت بکنم. از برای خدا این که نشد منطق. شما ادعا کردید البینه علی المدعی. شما ادعا کردید دلیل تو بیار. میگم این ادعای مخالفینش است، نه اون مدعی. تشکر میکنم رضا جان، تشکر میکنم. شما حدود 15 دقیقه پشت خط هستید، یک مطلب علمی هم نتونستید ارائه بدید. اولا تشکر میکنم رضا جان. تشکر. روایت رو بیار. تشکر میکنم. واجه شما دروغ میگی
میخواید من دروغت رو من بیارم از کجا بیارم آخه وقت شما داری دروغ میگی؟ شما آماده بکن روایتی رو که میخوای بیاری و یا ادعایی که داری یا مطلبی رو میخوای تصحیح و تضعیف بکنی، معیار حدیث صحیح در مذهب شیعه، همه اینا رو آماده بکن بعد تماس بگیر. عزیز دل برادر، ببین دوست عزیز، شما همین الان دو سه تا دروغی رو که گفتی یکیش هم نتونستی ثابت بکنی. گفتی ما گفتیم علیه بالله شیعه زنازاده است، دروغ گفتی. گفتی ابن تیمیه گفته، دروغ گفتی. و این مطلبی رو هم که شما داری ارائه میدی در مورد قضیه امام، ببین ولو این که شما یک روایت صحیح و سند در اثبات این که امام جعفر صادق عبدالله ابن سبع یهودی رو لعن کرده باشه بیاری، هیچ سودی به حال شما نداره، چون در خود کتاب فرق شما گفته که عبدالله ابن سبع یهودی، ما مشکلی با خود شخص عبدالله ابن سبع نداریم، مشکل با اعتقاداتش است. اولین کسی که امامت رو مطرح کرد، اولین کسی که تن بر خلفا وارد کرد، اولین کسی که اعلان براءت و بیزاری از صحابه کرد. خب این اعتقادات شماست، یعنی اون جزء اصول دین شماست. اینها این اعتقادات عبدالله ابن سبع یهودی است که این رو مخالفین بهش نسبت ندادن، کتابای فرق شیعه خودش نسبت داده. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محمد خسته نباشید، خدا قوت. سلامت باشید، بفرمایید. این آقای اطلاعاتی دلغک خیلی مزاحم برنامه‌هاتون میشه و ایجاد مزاحمت و ایجاد. یک کمی بلندتر صحبت کنید برادر عزیز کرد، یک کمی بلندتر صحبت کنید. میگم این آقای اطلاعاتی دلغک به نام رضا میاد مثل یک دلغک یا تو این برنامه ها تماس میگیره، زنگ میزنه، دخالت میکنه و هیچی هم نمیدونه و هیچی هم حالی نیست دیگه. فکر میکنه اونجا هم دفتر ولایت فقیه یا دفتر حوزه علمیه قم از این بند و بساطه هست. درست. برادر محمد، اینو برادر بزرگوارمون برادر سید عقیل هاشمی یه روزی بدجوری حالشو گرفت. درست. برادر سید عقیل در مورد فتوحات اسلام توسط خلیفه بزرگوار ما امام عمر رضی الله تعالی عنه و یکی دیگه از مجاهدان اسلام به نام صلاح الدین ایوبی رحمه الله علیه، اینها داشت در این مورد داشت تعریف اینها را، فتوحات اینها را داشت بیان میکرد که این از این صحابه بزرگوار و همچنین صلاح الدین ایوبی داشت تعریف میکرد. بعد گفت من نیم ساعت برنامه را در اختیار بینندگان عزیز قرار میدم برای نماز گرفتن و نظر دادنشون. بله. بعد همین رضا اطلاعاتیه که به نام رضا میاد، آقای اطلاعاتی، گفت زنگ زد گفت من به عنوان یه شیعه میام رو خط و به هیچ کسی هم توهین نمی کنم. بعد به آقای برادر بزرگان گفت این موضوع با 3 پارسال تابستان هست یا همین موقع بهار، دقیقا یادم نیست. بعد این گفت من به عنوان یه شیعه میام رو خط و به هیچ کسی هم توهین نمی کنم. بعد گفت آقای هاشمی شما درباره فتوحات خلیفه دوم دارید حرف میزنید، یعنی شما میفرمایید خلیفه دوم با تمام فرارهایی که در جنگ داشتن فتوحات داشتن، مثلا در جنگ احد فرار کردن و به بالای کوه پناه بردن. برادر سید عقیل هم گفت در جوابش گفت باشه آقای محترم برادر عزیز، فرار کردن به بالای کوه بهتره یا به درون چاه؟ 4 بار این سوال رو ازشون پرسیدم. بعد این آقای اطلاعاتی فرمود گفت نه من شما موضوع فتوحات هست. بعد این برادر سید عقیل فرمودن آخه شما خودتون موضوع فرار را مطرح کردید، حالا بفرمایید در کتب‌های متعدد شیعه اومده که امام زمان فرار کرد به صاحب سامرا فرار کرد و پناه برد. حالا بفرمایید فرار کردن به بالای کوه به خدا، از خدا نزدیکتره، با صفاتره، خوبتره یا به درون چاه
که بوی بد میده و اونجا خلاصه که بوی مدفون و بوی بد میده. بعد این آقا را بد جوری حالش رو گرفت. این آقا دیگه نتونه جواب بده. برادر سید اخیلی هم دیگه قصد کردن. گذشته از اون خیلی عذر میخوام که وقتی برنامه‌تون رو گرفتم. خواهش میکنم. بعضی ها میان میگن ما مالک ریگی را در هوا زدیم. شما نتونستید در زمین مالک ریگی را بزنید چه برسه به هوا. شما یعنی منظورم خطاب به همین آخوندهای جنایتکار و اسلام ستیز هست. بله. آخوندهای اسلام ستیز و جنایتکار و خونخوار، شما به توسل متوسل شدید به همون پدرتون آمریکا که لطفاً منتظر بمانید. تماسیشون قطع شد. امیدواریم که دوباره زنگ بزنن برادر عزیز کردمون. بیننده بعدی سلام علیکم. بله بفرمایید. تماس بعدی سلام علیکم بفرمایید. بیننده بعدی. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. که بلندتر صحبت کنید برادر عزیز. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من محمدی هستم از کرج. آقای محمدی بفرمایید. آقای انصاری، من میگم شما چرا نرفت اون چیزی که شما گفتن آیت الله راجع به اصل مذهب، اونی که هم بودیزم نمیاد برید مثلا اصل مذاهب و میگه تصدیق ابتدایی که تصدیق که اون آقایی که کتاب نوشته میشه اصل مذهب یعنی همه مذهب کل مذهب ایشون اعتقاد دارن تو اسلام نباید مذهب باشه. نه از کجا آوردی شما؟ من نمیدونم به خدا، یعنی واقعا عقل و منطق چیز خوبیه اگر انسان داشته باشه. حکایت این بیننده گفته، این ابن تیمیه گفته که اصل المذهب یعنی همه مذاهب. بابا جان اگر منظورش همه مذاهب بود میگفت اصل المذاهب، جمع میکرد اولا. ثانیاً ابن تیمیه خودش حنبلی بوده. ثالثاً بیش از 400 مورد در مجموع الفتاوا بر اساس مذاهب اربعه اهل سنت فتوا داده. در کتاب‌های خودش از امام ابو حنیفه، از امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل تعریف و تمجید کرده. بابا ببینید الان یکی رفت خودشو انداخت به چاه، مرجع تقلیدتون. یعنی شما باید همتون دنبالش برید و خودتون رو بندازید به چاه. آقا یک اشتباهی کرد، همه شما باید این اشتباه رو انجام بدید. بابا جان یک کمی عقل داشته باشید، منطق داشته باشید. من یک نمونه اینجا نشان بدم. من عذر میخوام اگر در این اهانتی باشه در این. خب این حقیقت هست، یعنی قضیه تقلید کورکورانه به همین میمونه که الان قزوینی یک دروغی رو گفته، خود بیچاره بدبختم به غلط کردن افتاده. الان 8 ماه شده که خواب نداره. ما حتی خبر هستیم از اون آمپولایی که بهش میزنن در اثنای برنامه موقع میان برنامه، خاصا وقتی که بعضی تماس‌ها خیلی فشار میاره روش، حتی از اون نوعیت آمپولایی که بهت میزنن آقای قزوینی ما خبر داریم تو فشارتو بیاره پایین، حالت کمی جا بیاد. منتها ایشون خودش گرفتاره، شما چرا خودتون رو گرفتار میکنید؟ اون داره با کله میره جهنم، شما چرا میخواید دنبالش برید؟ ببینید این تعصب، این جهل رو کنار بگذارید. سبب بدبختی مشرکین همین بود. قرآن میگه که چی میگفتن؟ کانوا آباؤنا علی ذلک، پدران ما این کارو میکردن، ما هم این کارو میکنیم. دقیقاً این کاری که شما انجام میدید حکایت این جانور است که من اینجا خدمتتون نشون بدم. قضیه تقلید کورکورانه این است. احمد جان اگر اینو نشون بدی.
الان اینجا ببینید، اینجا یک الاغی داره میره. ببینید سبحان الله، یعنی 10 ها یا 100 ها گوسفند به دنبال این الاغ روانند. اگر این الاغ بره توی یک پرتگاهی بیفته، باور کنید همه این گوسفندا میرن پشت سرش میافتن. این طبیعت گوسفند است، طبیعت حیوانی است. یک سگی رو، یک الاغی رو در جلوی یک رمه قرار میدن و هر طرفی که این الاغ بره همه این گوسفندا. دقیقاً این حکایت مرجع تقلید و کسانی که کورکورانه از او تقلید میکنن. کلیپ گوسفندکیس رو همه به یاد دارید. یه آخوندی بالای منبر میگه که اسماعیل علیه السلام گوسفنداشو از مکه برده بود کربلا برای علف دادن و در کربلا این گوسفندا علف نمیخوردن، ای بابا میکردن و علف نمیخوردن. خلاصه اسماعیل علیه السلام که حالا پیامبرم بود، پیامبرزاده هم بود، جدش هم پیامبر بود، اینا پدرش پیامبر بود و یعنی یکی از اجابت‌های دعای حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل پسرش بود. این پیامبر انقدر علم غیب نداره، اما یکی از این جانورای زبان بسته گوسفندی در بین این گله هست. این گوسفند به زبان در میاد و میگه ای اسماعیل، در آخر از زمان تو این کربلا حسین رو به شهادت میرسونم، به خاطر همین ما اینجا نه آب میخوریم نه علف. یک مشت گوسفند نشستن تو حسینیه، دارن اق اق گریه میکنن. این انسان ها قبل از اینکه وارد حسینی بشن، این مغزشون و مخشون رو گرفتن اونجا دم در گذاشتن، جای کفشدانی خودشون وارد شدن. چون اگر عقل داشته باشن از مکه تا کربلا 1000 خورده کیلومتر راه هست. شما تصور بکنید اگر که اسماعیل علیه السلام صبح بلند میشد از مکه برای چراندن گوسفنداش به طرف کربلا با پای پیاده حرکت میکرد، حداقلش 2 ماه باید تو راه می بود. در این 2 ماه رفت، 2 ماه هم برگشت، 4 ماه. مگر دیوونه بوده علیه بالله که گوسفنداش از مکه میبرده به کربلا برای چراندن؟ اما چون که اونا عقلشون رو گذاشتن بیرون حسینیه و در مقابل یک آخوند از عقل و منطق کار نمیگیرن الا من رحم ربی، به خاطر همین این خزعبلات رو، این دروغ ها رو باور میکنن. الان هم قزوین اومده دروغی گفته که آقا ابن تیمیه فلان حرف رو زده. دروغ فقط به خاطر اینکه جناب دکتر موسوی و حجت الاسلام موسوی هدایت شده، سنی شده و به خاطر اینکه اهل سنت رو بدنام بکنه رفته 3 تا دروغ، یکی از به ابن تیمیه، یکی به محمد ابن عبدالله و یکی هم به شکر آلوسی نسبت داده. بعد پدر و مادر ایشون رو آورده گفته بله این چیزا تو کتاب. خب پدر و مادر ایشون عربی که بلد نیستن، این آخوندا همه چیز احتکار کردن برای خودشون. هرچی که بشه ببینید اینجا نوشته، تو این کتاب نوشته که شیعه اینطوری هستن. اون بیچاره‌ها سرشون تکون دادن، باور کردن دیگه. اما تا وقتی که ما اومدیم تو برنامه آنالیز که نشون دادیم که اینایی که حرفایی که قزوینی میزنه تهمت و دروغی بیش نیست برای بدنام کردن، برای اینکه حالا چطوری باید بیان آقای موسوی رو دوباره برگردانن به طرف تشیع، غافل از این که انسانی که حلاوت ایمان، شیرینی توحید رو چشیده باشه هیچ وقت به طرف کفر بر نمیگرده. این یقین رو داشته باشید. مرتضی رادمهر رو تیکه تیکه کردید، چه بلاهایی که بر سرش آوردید. آیا برگشت؟ آیت الله برقعی برگشت؟ شریعت سنگدجی برگشت؟ آیت الله خوئینی برگشت؟ خیلی از کسانی که هدایت شدن، راه توحید یکتاپرستی رو انتخاب کردن، برنگشتن. چون اون لذتی رو که در یک رکعت نماز خالصانه با توحید برای الله سبحانه و تعالی احساس کرده بودن، در طول حیاتشون نه در خمس، نه در صیغه، نه در حوزه، نه در دانشگاه، نه در بین این علمای شیعه احساس نکرده بودن. به خاطر همون اونا نمیخوان برگردن، نمیخواستن که برگردن. اما اینا همین دست و پا زدنهای بیجا است که خودتون میگیرید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام آقای سریعتون خوبه؟ سلامت بشید، بفرمایید. من عایشه هستم از افغانستان. بفرمایید عایشه خانم، صداتون داره پخش میشه. سلام آقای من یک سری اینجا نوشتم و توی میخوام بخونم. بخونید خواهر گرامی.
مرد آخونده است در عبا و قبا، می کند اسلام را زیر و زبر و تبا. دین اسلام از پاک و ناب، نامردی می کند این مرد در اسلام ما. نام خمس و ولا و امام است، به جای خدای واحد به آرد خدا آورد بر ما. دوزخی اند گویند این آخوندها، به غیر شیعه ها همه سنی ها تکفیر اند. برتر میدانند شیر مردان مرتضی، بر انبیا و اولیا و کونین و رسول خدا. گاهی با چاکو میزنند و گاه اعدام میکنند، جرم اینها چیست؟ بلوچ کرد سنی ما. به نام حجت الاسلام و آیات الله، احترام زور گرفتند بر ملت ما. می سوزند کودکان و پیران و زنان سوریه، انتقام امام می گیرند از جوانان ما. ای خدا رحمان تویی، منان تویی، مهر نما بر ما بندگان ناچاریم ما. ای خدا رحمت نما، هدایت کن اینها را، گر هدایت نشوند سرشان را بردار از رأس ما. سلامت باشین داداش خوبم آقای انصاری، ممنون از برنامه‌های خوب شما، از برکت برنامه‌های خوب شما. ما همیشه تو درسمون ممتازیم، بخصوص درس‌های دینیمون و قرآن. خیلی متشکرم از شما، برنامه‌های خوب شما. تشکر. همیشه برنامه‌های امریکایی رو دنبال می‌کنید. تشکر خیر گرامی، الله متعال به شما و خانواده‌تون توفیق مزید نصیب بکنه. تشکر از شما. تشکر از شما. سلامت باشین. خدا حافظ. خدا نگهدارتون. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواستم راجع به کلیپ. الو. بله آقای علوی از شیراز. راست میگی؟ بله. شما ابن مالک هستید، علوی نیستید. خب من توهین نکردم، صراحت نکردم. آقای ابن مالک شما قبلا توهین کردید و ما فراموش نکردیم. فحش‌های ناموسی شما هنوزم در گوش ما هست. توهین نکردم. تشکر میکنم. خاطرات تلخی داریم ما از شما، از وقاحت و بی‌ادبیتون. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. وقت شما بخیر. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید. من امینی هستم از کردستان. آقای امینی از کردستان، بفرمایید. در مورد تخصص صحبت کردن آقای انصاری، من الان اگه مثلا بگم یا رسول الله فلان مشکل دارم رو حل کنید، نظر شما در این مورد چیه؟ یا رسول الله فلان مشکل ما رو حل بکنید مخالف قرآن است. این به نظر شما چیه؟ بله؟ میگم آیا از نظر شما این شرکه؟ شرکه. کسی که بگه یا رسول الله مشکل من رو حل بکن شرکه. یعنی در این صورت توسل به مرده جایز، حالا که رسول الله باشه چه؟ ببین حتی به زنده ای که مثلا الان طرف زنده است، شما بگید که یا آیت الله خامنه ای تو مشکل ما رو حل بکن. اگر این مشکل در اختیار خامنه ای باشه و صدای شما رو بشنوه و بتونه حل بکنه اشکالی نداره، اما مثلا بگید یا خامنه ای به ما فرزند بده، خب این شرکه، چون فرزند رو الله سبحانه و تعالی، یا خامنه ای به ما رزق و روزی بده، رزق و روزی به دست خداست. حتی ابو جهل و ابو لهب هم این اعتقاد رو نداشتن. ببخشید من موضوع زنده نیست، بحث مورد است. بله. عرضم به خدمت شما کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری امام ابن حجر اسقلانی. بله. کتاب الاستسقا جلد 2 صفحه 600 رو دارید لطف کنید. اینجا امام ابن حجر می‌فرمایند و رواه ابن ابی شیبه به سند صحیح. شما سرچ کنید چون من عربی نداشتم، فقط چون آدرس دادم. بخونید که من یک کلمه‌ای باشه که من توش سرچ بکنم. و رواه ابن ابی شیبه به سند صحیح. متن و مضمون روایت اینه. بخونید متنشو. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خطیب وجود اومد، یکی از اصحاب حتی اسم صحابی هم ذکر میکنه، میره سر قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم،
و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواد که یا رسول الله به داد امتت برس، امتت داره از گرسنگی و خست هلاک میشه. بعد سر قبر خوابتون میبره. عرضم به خدمت میره خدمت حضرت عمر. تو خواب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو میبینه که سلام منو به عمر برسون و بهش بگو نگران نباشه، انشاءالله به زودی بارون میاد. صحابی هم که حضرت عمر که این مرد کیه؟ این مرد کیه؟ همین صحابیه؟ همین روایت شما خب متن حدیث رو بخونید که من اینجا سرچ بکنم. جلوی من فتح الباری از ابن حجر باز هست. متن روایت رو بخونید که عربیشو که من سرچ بکنم. آقای انصاری، الان من میگم کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری، کتاب الاستسقاء جلد 2 صفحه 139. جلد چند؟ جلد 2 صفحه 139. حالا اینطوری که تیمیه شما تیمیه هم قبول دارید درسته؟ یک لحظه. تیمیه در کتاب کلمت الطیب یک روایتی رو از حضرت عبدالله ابن عمر که پاش دچار مشکل شد، یک گروهی دورش بودن، گفتن عزیزترین و دوست داشتنی ترین کسی که تو دوست داری فریاد بزن مشکلت حل میشه. یک لحظه. این روایت رو من الان اینجا پیدا کردم. این روایت در اینجا، بله این روایت، یک مردی اومد به قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله استسقي لامتك فانهم قد هلكوا فاتى الرجل في المنام فقيل صفحه بعد له آتی عمر برو پیش عمر الحدیث وقد روی السيف في الفتوح ان الذي راى این تا اینجا این روایت است. این روایت که یک مردی اومد پیش قبر پیامبر این حرف رو زد، تموم شد رفت. این یک گوش کن، یک انسان جاهل، یک انسان احمق رفته سر قبر پیامبر همچین یک دعایی کرده. خب این نه حدیث است، نه آیت است، نه فعل صحابه است. یک لحظه. نه آیت است، نه حدیث است، نه فعل صحابه است. همون صحابه رو که اول وقتی بدید آقای انصاری، همون صفحه اول رو نشون بدید. این صفحه اول بخونید. یه لحظه تصویر بیاد. روی به ابی شیبه به سند صحیح از همون اول بخونید. سند صحیح. خب میگم سند صحیح. یک انسان جاهل احمق بدوی اومده یک کاری رو کرده، کسی هم تاییدش نکرده. نه ان مالک داری این صحابی بوده. خب آذن یکی بوده. خب این صحابی بوده. این نرفته سر قبر پیامبر، گفته فجاء رجل الی قبر النبی و این کار رو انجام داده. آیا مالک داری یا صحابه این کار این رو تایید کردن؟ خب چرا حضرت عمر کارش رو رد نکرد؟ در این روایت نیست. اون که کارشو حضرت عمر رد نکرد اون دروغی است که سیف ابن عمر در فتوح گفته و سیف ابن عمر معروف به کذاب دروغگو است. در کتاب رجال اهل سنت برید در موردش ببینید. خب کتابی آقای محترم، برادر عزیز، آقای امینی، قضیه‌ای که یک جاهل احمق اومده سر قبر پیامبر همچین یک دعایی کرده، نه صحابی بوده، نه تابعی بوده، نه عالم دین بوده، نه رؤوس مذاهب اهل سنت بوده، نه قرآن اینو گفته، نه پیامبر اینو اجازه داده. و آن چیزی که شما اضافه میگید که اومده پیش عمر این حرف زده، که اینو سیف ابن عمر در الفتوح روایت کرده که سیف یک کذاب است، یک دروغگویی است که علمای علم رجال اهل سنت در موردش حرف و حدیث زیاد دارن. چه ربطی داره به قضیه توسل؟ آقای انصاری، این روایت رو امام ابن حجر تصحیح کرده از ابن شیبه به صحت صحیح. بابا جان من میگم که آقای محترم، آقای امینی، این چه منطقه؟ من میگم که روایت صحیح وجود دارد که ابوجهل با پیامبر صلی الله علیه و سلم در بدر جنگید. روایت صحیح است و ابوجهل با پیامبر جنگید. یعنی چه منطقی است؟ روایت صحیح است که یک احمق همین کار رو کرده. روایت صحیح است که یک احمق این کار رو کرده.
آقای انصاری الان وقتی راویان همه ثقه هستن، وقتی بابا جان راویان همه ثقه هستن، حماقت یک جاهل را روایت کردن، نه حکمه، نه شرع، نه دینه، نه اعتقاده. یعنی چی؟ روایت وقتی قضیه شرک و آقای امینی برادر عزیز، قرآن که دیگه روش حرف و حدیث نیست دیگه، دلیل و سند و این مدرک هم نمیخواد. در قرآن گفته که فرعون گفته که انا ربکم الاعلی، یعنی واقعا فرعون رب العلا بوده؟ آقای انصاری در قرآن هم نوشته خدا بالای عرش نشسته. آیا خدا بالای عرش نشسته؟ در کجا گفته که بالای عرش نشسته؟ چرا به قرآن دروغ میبندید؟ دروغ نبستم. آیه رو بیارید. بخونید. نه ظاهر آیه این بود که ظاهر، خیلی میبخشید برادر عزیز، ظاهر آیه شما ظاهربین نباشید. تشکر میکنم. من ظاهربین نیستم. من میدونم منظور این آیه چیه. بخون آیه رو. بخونید آیه رو. ولی ما باید قرآن رو به فهم علما و صحابی درک کنیم و بتونیم دینمون رو بگیریم، نه به فهم. خب الان همین منطقی که شما الان گفتید ما باید قرآن رو به فهم صحابه و همین روایتی که ذکر کردید، آیا این به فهم صحابه و قرآن بوده؟ امام ابن حجر یکی از بزرگترین علما چیزی رو صحیح اعلام کردن، همه علما سرخم بابا گفته سندش صحیح است، نگفته که متنش صحیح است، نگفته کسی تایید نکرده حرفشو. عجب منطقی دارید شما آقای امینی. آقای انصاری اگه میشه از این راوی کذاب یه روایت دروغ، اگه اینجوری باشه همه روایت‌ها که زیر سوال میره. نه کدوم روایت زیر سوال میره؟ بابا جان ببینید آقای محترم، ما روایت داریم، سندش هم صحیح است، راویانش هم ثقه هستن، هیچ مشکل هم باشه داریم. در اون روایت میگه که ابو جهل گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ میگه. خب نظر شما در این چیه؟ حالا شما میگید که رسول الله علیه و دروغگو بوده چون که این روایت سندش صحیح است؟ ابو جهل بله، به فهم ابو جهل بله رسول الله دروغ گفت. چی؟ ولی راویانی که این روایت رو روایت کردن ثقه بودن که این حرفو شنیدن از ابو جهل. خب این حرفو شنیدن، آیا این حرفو شما قبول میکنید؟ نه. آفرین. خب آفرین، همین روایت هم سندش صحیح هست، اما ما متن روایت رو رد میکنیم چون صحابه رد کردن، چون قرآن رد کرده، چون رسول الله رد کرده. همین بر اساس همین جواب شما رد همون حرف گذشته تو. الان ابن تیمیه رو که قبول دارید. خب ابن تیمیه چی گفته؟ این حل شد؟ درسته که اشتباه کردید اینجا؟ درسته که اینجا اشتباه کردید؟ الو آقای امینی اینجا قبول کردید که اشتباه کردید؟ دلیلتون به اینجا، استنادتون به این قبول ندارید؟ خب اگر قبول ندارید من از شما معذرت میخوام برادر عزیز، چون که وقتی که شما قبول ندارید نه شما قول یه عالمو بیارید که این روایت رو رد کرده باشید. آقای محترم شما که اینو قبول ندارید دومی رو به طریق اولا قبول ندارید. بابا جان این چه منطقیه؟ یک عمل زشتی یک شخص رو تعدادی از روات ثقات اومدن روایت کردن. آیا این عمل، این کار به عنوان شرع و دین باید ما قبولش بکنیم؟ خب بله باید قبول بکنیم چون روایت صحیحه. من دعا میکنم آقای امینی، یا رب شما بینندگانم آمین بگین، یا رب یک کمی عقل و منطق به این آقای امینی عطا بفرما. خوبه؟ به خدا من عقل و منطق دارم، به خدا والله قسم که اگر یک مثقال عقل می داشتی آقای امینی اینطوری صحبت نمی کردی. طرف میاد تعدادی سقاط حالا بر اساس حرف شما میان یک چیزی رو روایت میکنن، یک عمل زشتی رو که یک انسانی انجام داده، شما بگید که این جزء دین من است، این جزء اعتقاد من است. آیا اعتقادتون رو شما از این روایت ها میخواید ثابت بکنید؟ این که مصیبته. ان كنت تدری فتلك مصیبة ان كنت لا تدری فالمصیبة اعظم. آیا انصاری من خودم اهل سنتم، شافعی مذهبم، کردم، فرق نمیکنه برادر من باشی. وقتی که راهت اشتباه باشه من با تو که شوخی ندارم، اینجا که ما تعصب قومی و قبیلگی و همین روایتی که از صحیح بخاری شما ذکر کردی، همین روایت هم دلیل واضح و صریح به توسل به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کدوم روایت؟ موی پیامبر متوسل شدن. به چی؟
به عموی پیامبر حضرت عباس. بابا جان توسل به انسان زنده، به دعای انسان زنده، توسل به دعای انسان زنده این جزء انواع توسل جایز و مشروع است. آیا انصاری ما خودمون رو گول نزنیم. عموی پیامبر نه خود عباس، در زمان عموی پیامبر اصحابه افضلتری هم بود، حضرت علی بود، حضرت عثمان بود. آقای امینی همین روایت دلیل صریح و آشکار رد است بر اعتقادات شما و امثال شما. اگر توسل به پیامبر جایز می بود حضرت عمر میرفت سر قبر پیامبر میگفت یا رسول الله امت داره هلاک میشه، یالا برای ما باران بفرست. چرا رفت سراغ عموی پیامبر؟ چون دعا کردن و توسل جستن به دعای انسان صالح جزء انواع توسل‌های مشروع و جایز است. آیا انصاری من جواب سوالت نمیدم اگه اجازه بدید. بفرمایید. فعل صحابه واسه ما حجته. اینجا هم حضرت عمر فقط منظورشون این بوده که حتی میتونید سر قبر پیامبر، به وابسته پیامبر، به زنده، چون در زمان حضرت در اون زمان اصحاب افضلتری هم از حضرت عباس بودن. شما من اصلا نمیدونم این چه منطقی شما دارید. این مذهب محبت صحابه و اهل بیت است. آقای امینی حرفی که میزنی حرفتو سنجیده بزن. صحابه بالاتر از عباس بودن. عباس دو فضیلت داشت، یکی صحابه بود، یکی بزرگترین و مسنترین اهل بیت بود. اصلا ربطی به مسنی نداشت. عموی پیامبر بود. چرا نگفت عباس، گفت عموی پیامبر. خب عموی پیامبر عباس بود دیگه. الله حول ولا قوة الا بالله. شما چه منطقی داره آقای امینی؟ اینجا هم توسل به خود پیامبر بود آقای انصاری. اینجا هم توسل به خود شخص پیامبر بوده. علی لعنت الله علی الکاذبین. تموم شد. بریم سر مطلب بعدی. بریم رو مطلب ابن تیمیه. کلمت طیب یه روایتی رو میاره از حضرت عبدالله ابن عمر که پاشون دچار مشکل شد. یه گروهی دورشون بودن، گفتن عزیزترین و اون کسی که خیلی محبتش رو به دلداری صدا بزن. فرمود یا محمد. خودم رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت کرده بود. اینجا رو چی میگید شما؟ خب آیا گفت که یا محمد به دادم برس؟ خب چه مفهومی داره؟ آقای محترم آقای امینی، شما عقلتون به اندازه کودک یک سال ابتدایی هم نیست. محبت پیامبر صلی الله علیه عزیزترین انسان که محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم جز توسل های مشروع است. من میگم یا الله، من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بهش محبت دارم، عزیزترین انسان است برای من، به خاطر محبتی که به پیامبر تو دارم فلان مشکل منو حل بکن. چه این رو من به زبان بگم چه این رو نگم، این به خاطر استهزار بود، به خاطر استهزار محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب بعدی. شما میرید یه نفر رو میکشید. مطلب بعدی آقای امینی. مطلب بعدی. خدا پیامبر فرموده یا محمد. گفته یا محمد فلان مشکلمو حل کن. بخون نصشو. خب مشکل داشته. آقای محترم ببین برادر عزیز، خاک به چشم مردم نپاشید. مردم احمق نیستن، گوسفند نیستن که هرچی که شما گفتید مردم باور بکنن. بابا جان در اینجا قضیه استهزار محبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. این رو علمای اهل سنت هم گفتن، اینو هر انسان عاقلی متوجه میشه. مطلب بعدی. انصاری من مطلب دیگه ای ندارم. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. تشکر از شما. آقای امینی ببینید، انسان که نخواد یک چیزی رو قبول بکنه، شما انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، شما بترسانی آنها را یا نترسانی ایمان نمی آورن. چرا نمی آورن؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة. اینها قلبهایشان مهر زده، گوشاشون کر است، چشماشون رو پرده گرفته. شما با این حرفاتون خودتون رو دارید در ضمن این گونه انسانها جا میدید. اصلا روایت استسقا به عم رسول الله صلی الله علیه و سلم واضح و آشکاره. یعنی توسل به دعای انسان صالح جزئی از انواع توسل‌های مشروع است. این رو همه بخاری، مسلم، ابن حجر، همه علمای اهل سنت اینطوری فهمیدن. اما چون شماش نشستید پای صحبت آیت الله قزوینی و اذا کان الغراب دلیل قوم فیرشدهم الی جیف الکلاب که گفتن، اینو در حق شما گفتن. اگر کلاغ راهنمای قومی باشه اونها رو به مردارها
راهنمایی میکنه. کلاغ غیبت شما رو به بوستان نمیبره. وقتی که میشینید پای صحبت های اینها حرفاشون رو میشنوید، یک کمی رو عقلتون مغزتون فشار بیارید. امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی هدایتتون بده. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام همسری. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید. جناب آقای من عثمان از سنندج. آقای عثمان از سنندج. آقا عثمان بفرمایید. سلامتی قربان، ممنونم. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. یا مسلکشون همینه. این آقای قبلا بود. درست. بله بفرمایید. تماسشون قطع شد. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. آیا انصاری خسته نبود. سلامت باشید. آیا انصاری دراشید. من بخواستم اجازه بدید من روایت لعن رو براتون بخونم. من قطع کردید. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من رضا هستم. آقا رضا بس دیگه. شما 20 چند دقیقه پشت خط بودن آقا رضا احمد جان؟ 15 دقیقه پشت خط بودید. فرصت بدید که بقیه بینندگان صحبت بکنن. تشکر از شما. چون با شما من ببینید هر بیننده‌ای که عقل و منطق صحبت بکنه و باش به یک نتیجه آدم برسه، اشتباهشو قبول بکنه. آقا اشتباه کرد، اشتباه تو قبول کن. تو برو اول اون تهمت‌هایی که به ما زدی و به من و به ابن تیمیه زدی در مورد زنازاده خواندن شیعیان، همین دروغات اول پیدا بکن یا بیا معذرت خواهی بکن. احمد جان اگر رو خط اومد، آقا رضا گوش کن. الان اگر رو خط اومدی بدون نوبت شما رو وصل می‌کنیم. در مورد این دروغی که نسبت دادی به من و به ابن تیمیه معذرت خواهی بکن از همه بینندگان. بعد از اون من ان شاءالله بهت اجازه میدم هر موضوعی که دوست داری صحبت بکنی. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. یک سوال دارم. خواهر گرامی ما سوالات شرعی پاسخ نمیدیم. اگر شبهات اعتقادی مسئله دارید میتونید مطرح کنید. نه یک سوال دینی دارم. یک سوال دارم در مورد که به خاطر همین چیز که از دعای استخاره اجازه است که در وقت مریضی دعا کنه که نماز اجازه نداره بخونه. باشه انشالله اینو در مورد صحبت میکنیم. احمد جان اگر ازتون سوال رو بپرسید انشالله من پاسخ خواهم داد. تماس بعدی سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام خسته نباشید. سلامت باشید بفرمایید. استاد گرامی این آقای که خود امینی بود که بود قسمش رفی مزار دروغ میگه. این از این آخوزهای رافضی بود که الان مشوره سوال پیش کرد. بدبخت بیچاره اونجا که حضرت عباس ابو پیامبر زنده بود گفت که بریم که از ابو پیامبر عمل باران بکنیم که از اون از کمک بخواهیم که باران بباره زنده بود. درست. خب الان من استاد گرامی من برای شما من تنگ میذارم شما با من صحبت میکنید. من میگم برای ما دعا بکنید استاد گرامی. مشکلات من خدا رفع کنه. هیچ مشکلی نیست. خب این اشکالی نداره. درست. چجور این ایوان بیچاره بدبخت میگه که اینجوری از قبر محمد صلی الله علیه و سلم نه اصلا هم دروغ میگن اینا. درست. تشکر شما برادر عزیز. مردم سرگرم کنن دلکی. سلامت باشید. الله مطالب سم کنه. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. به صالح حق بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید. از کجا زنگ میزنید؟ علی هستم از ایران زنگ میزنم. آقای علی بفرمایید. در مورد خطبه 162 نهج البلاغه می‌خواستم صحبت کنم. خطبه 162 نهج البلاغه بفرمایید. در مورد میگم مثلا قصد امامته که حضرت علی مثلا مستعمل نگفته امامت رو قصد کردن. در اینجا در ترجمهش هستش که مثلا امامت رو مثلا ایشون قصد کردن مثلا ابوبکر و عمر و عثمان. جریانش چیه می‌خواستیم بفهمیم. خطبه چندم؟
162. خطبه 162. من الان 162 رو باز میکنم. در خطبه 162 در مورد توحید است این خطبه. دوستان نشون بدن. بله. در مورد توحید است. کدوم قسمت از خطبه؟ اسباب نوشته اسباب غصب خلافت. اسباب غصب خلافت. ببینید الان اینجا فهرست رو نگاه بکنید. خطبه 162 خطبه در توحید. سیاسی نوشته خطبه 161 خطبه در پاسخ یکی از یاران که پرسید. خطبه 162 خطبه در توحید الهی. خطبه 163 خطبه به هنگامی که نزد آن حضرت آمدند و از اعمال ناپسند عثمان شکایت کردند. 164 خطبه در شگفتی های آفرینش طاووس. خطبه 165 در امر به الفت و وصف یاران خویش. بخونید متنشو بخونید شما. در سال 337 هجری در صفین شخصی از طایفه بنی اسد پرسید چگونه شما را از مقام امامت که سزاوارتر از همه بودید نازدند؟ میبخشید 62 هست یا 162؟ 162. والا 162 نیست اون مطلبی که شما میگید. خب بازم بخونید بفرمایید. بله. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. 162 اینجا نوشته 162 کتابی که دست منه نوشته 162. بفرمایید. عربیشو بخونم یا؟ این خطبه 161 از دوست عزیز در اینجا گفته به یکی از یارانش هنگامی که پرسید چگونه قوم شما را از خلافت باز داشتند در صورتی که از همه سزاوارتر بودید، فرمود ای برادر بنی اسدی تو را اضطراب و بیقراری است، سخن در غیر صواب میگویی. بله. صفحه 364 رو بریم. درسته همون با این حال تو را حرمت و خیشی و حق پرسش است. طلب علم کردی پس بدان، اما استبداد دیگران در امر خلافت علیه ما با اینکه ما از نظر نسب والاتر و از نظر پیوند با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محکمتریم، محض این بود که انحصار طلبی کردن و از رسیدن آن به ما بخل ورزیدن و ما اهل بیت پیامبر هم با سخاوت از آن گذشتیم. حاکم خداست و روز قیامت روز بازگشت به اوست. خیلی جالبه واقعا. بله بفرمایید. از این خطبه چه برداشت دارید شما؟ اینجا که نوشتن علل و عوامل قصد امامت، مثلا میرسه که مثلا اینا امامت رو قصد کردن، پیشوای مثلا مسلمینو. ببینید اولا قضیه امامت نیست، اولا در اینجا قضیه خلافت است و اهل سنت و شیعه خلافت دیگه درسته. بله اهل سنت بر این امامت شما میگین خلافت. بله اهل سنت به این اعتقاد هستند که حضرت علی علیه السلام خود را بر حق میدانست بر خلافت. این نظر شخصی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بود و بعضی از صحابه هم ایشون رو مستحق میدونستن بر خلافت. حتی در زمان حضرت عثمان بعضی از صحابه اعتقاد داشتن که حضرت علی اولاتر است به خلافت نسبت به عثمان. این یک قضیه سیاسی، اختلاف سیاسی بین صحابه بوده. هیچ مسئله دینی و امامت الهی و نص و فلان در این دخیل نداره. به خاطر همین خودتون در ترجمه نگاه بکنید. در اینجا این ترجمه آقای حجت الاسلام حسین انصاریان است. در اینجا میگه در قضیه اما استبداد دیگران در امر خلافت علیه ما با اینکه ما از نظر نسب والاتر و از نظر پیوند با رسول الله صلی الله علیه و سلم محکمتریم، محض این بود که انحصار طلبی کردن و از رسیدن آن به ما بخل ورزیدن. یعنی چی؟ نمیگه که خدا گفته بود من امام هستم، پیغمبر گفته بود من امام هستم. میگه که ما نسبمون والاتر بود، به پیامبر نزدیکتر بودیم، بقیه استبداد کردن و به اصطلاح تنگ نظری کردن و بخل ورزیدن.
و گفته و ما اهل بیت پیامبر هم با سخاوت از آن گذشتیم. اگر امامت یک فریضه الهی بود، آیا سیدنا علی حق داشت که با سخاوت از آن بگذرد؟ خیر. باید از آن دفاع میکرد. باید دفاع میکرد. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. میخواستم فقط تشکر از شما علی جان، الله مطال حفظتون کنه. زنده باشید. اگر که من یک مطلبی یک آیه را همیشه دوستان عزیز شیعه ما به یاد داشته باشند، این آیه خیلی مهم هست، باید در این موارد سوره احزاب آیه 36 در اونجا سیدنا علی میگه که ما اهل بیت با سخاوت از آن گذشتیم. یعنی دیدیم که کسان دیگری اومدن به قدرت رسیدن، نخواستن که ما به قدرت برسیم، اونا به قدرت رسیدن، ما هم چیکار کردیم؟ با سخاوت گذشتیم. در قرآن اگر که حضرت علی امام منصوص از طرف الله سبحانه و تعالی می بود، این کاری که انجام داده کفر است. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب این آیه رو نشون بده احمد جان. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیارة من امرهم. اگر الله سبحانه و تعالی امری رو صادر کرد، برای هیچ مرد و زن مؤمنی جایز نیست که خودشون تصمیمی بگیرن در اونجا. و کسی که و من یعص الله و رسوله، کسی که الله و رسول را نافرمانی بکنه، فقط ضل ضلالا مبینا، این انسان در گمراه شده، در گمراهی آشکار. پس اگر علی واقعا خلیفه می بود، امام می بود، از طرف الله منصوب شده بود و اومد سخاوتمندی کرد و خلافت رو به دیگران واگذار کرد، در اون صورت چی است؟ در اون صورت این کارش کفر است. من یک مطلب دیگری هم خدمت شما عزیزان در اینجا نشون بدم. در کتاب اصل شیعه از کاشف الغطا در اینجا یک مطلب خیلی جالبی رو داره. در اینجا در صفحه 120 میگه که و این را ان الخلیفتین عن الخلیفه الاولى، وقتی که دید که دو خلیفه، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم، بدل اقصى الجهد فی نشر کلمه توحید، که اینها سخت کوشیدن برای نشر کلمه توحید، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله، و تجهیز الجنود و لشکرها را آماده کردن و توسیع الفتوح و فتوحات را توسعه دادن، ولم یستأثر ولم یستبد، که اینجا برای خودشون خودخواهی نکردن و استبداد نکردن، علی چیکار کرد؟ بایع و سالمه، بیعت کرد و راه صلح را در پیش گرفت. حالا در اینجا شاید بگن که بله، چون که اونها ظلم کردن رو به زور بیعت گرفتن و فلان کردن و این کردن و علی تنها بود و کسی رو نداشت و در این تنهایی نمیتونست کاری بکنه و اونها قوت داشتن، نیرو داشتن. و حضرت علی نمیتونست که با اونها بجنگه، به خاطر همین چیکار کرد؟ سکوت کرد. این حرفشون رو با این آیه جواب میدیم. سوره احزاب آیه 39. مگر علی مسئول نبود از طرف الله سبحانه و تعالی؟ مسئول رسالتی بود. رسالت اون پیام الهی رو میگن که شخصی مسئول به انسانها میرسانه. شما مگر نمیگید که امامت امتداد نبوت است؟ مگر نمیگید که امام جانشین پیامبر است و از طرف الله امر شده نص بر امامتش؟ در اینجا الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که پیامهای الهی رو میرسانن برای انسانها، و یخشونه، و از الله فقط میترسن، ولا یخشون احدا الا الله،
و غیر از الله از کس دیگری نمیترسند و کفا بالله حسیبا و الله به عنوان حسابگر کافی است برای آنها. آیا علی رضی الله تعالی عنه طبق اعتقادات شیعه به این آیه اعتقاد نداشت؟ رسول الله که این کارو کرد در مکه تک و تنها اومد، وقتی که پیامبر اعلان رسالت کرد مگه چند نفر مسلمان وجود داشت؟ هیچ کس. اول اومد زنش رو دعوت کرد، بعد اومد علی رو دعوت کرد تو خونه، بعد ابوبکر رو دعوت کرد، آیسا عمر مسلمان شد، طلحه و زبیر و خلاصه جمعشون زیاد شد، بعد علنا اومد تو مسجد مردم رو دعوت کرد، بعد به خاطر دعوتش هجرت کرد، بعد به خاطر دعوتش جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ حنین، فتح مکه، جنگ های متعددی به خاطر دعوتش انجام داد با مخالفین. چون کسی که از طرف الله مسئول هست باید به خاطر این مسئولیتش کوشش بکنه، سعی بکنه، تلاش بکنه، بجنگه و غیر از الله از کسی دیگری هم نترسه. پیامبر وقتی که در مکه 13 سال دعوت میکرد چند نفر در کنار پیامبر با شمشیر وایستادن ازش حمایت کردن؟ یکی هم نبود. تشکر میکنم از علی آقا، الله متعال حفظتون کنه. دشمنی آخوند با ملائکه کلیپ شماره 898، این کلیپ رو با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله من دوباره برمیگردم خدمت شما عزیزان و تماس‌های شما بزرگواران رو خواهیم گرفت. دشمنی آخوند با ملائکه. دیگران هم نقل کردن. آقا این شروع کرد دست امیرالمؤمنین شستن. حضرت نگاه کردن آبی نیست. عرضه داشتن که یا رسول الله پس این آب کجاست؟ پیغمبر خدا فرمودن از بس ملائکه توی علی رو دوست دارن، به محض این که این آب از دست شما جاری می شود ملائکه به عنوان استشفاء او رو می گیرن. وقت آقای وهابی میاد ما رو مسخره میکنه که شما چرا به عنوان استشفاء به ذریح اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین یا به نام و یاد اهل البیت یا میرید یک مجلس روزه برپا میکنید آقا شام میدهن شما تبرک برمیدارید، مسخره میکنه. ملائکه آب وضو و آب دست امیرالمؤمنین به عنوان استشفا میبرند. این مقام امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این آخوند برای توجیه بدعتها و خرافات خود دروغی میگوید که چند شاخ و دم دارد. او ادعا میکند که ملائکه آب دست علی رضی الله عنه را برای استشفا میگرفتند و میبردند، یعنی آن را برای شفای بیماری‌های خود استفاده می‌کردند. آیا این آخوند نمی‌داند که ملائکه اصلاً مریض نمی‌شوند که نیازی به طلب درمان داشته باشند؟ الله متعال در وصف ملائکه می‌فرماید: وله من فی السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. و هرچه در آسمان ها و زمین وجود دارد از برای الله است و ملائکه که در نزد وی هستند از پرستش او سرباز نمیزنند و خسته نمیشوند و شب و روز تسبیح میگویند و سستی نمیورزند. ملائکه مخلوقاتی هستند که الله متعال آنان را از نور و برای پرستش خود آفریده است. ایشان از اوامر الهی نافرمانی نمی کنند و به وظایفی که از جانب الله به ایشان محول گردیده است پایبند هستند. آنها به آب و غذا نیاز ندارند و گرسنه و مریض نمی شوند. اما عجیبتر آن است که آخوند دیگری این فرشتگان معصوم از هر گونه خطا و اشتباه را
به درگیری و اختلاف با یکدیگر متهم می‌کند. که وقتی سلمان رجوع کرد به حضرت زهرا گفت که آمدم سراغ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. ایشون گفتن ایشون تشریف ندارن. گفتن که قبل از من از مسجد آمدن منزل. گفتن بهت میگم ایشون الان نیستن و ایشون در آسمان هستن و یه مشکلی بین ملائکه اتفاق افتاده. ملائکه اختصموا الی الله، حکم را علی بن ابی طالب قرار داده که علی در بین اختلاف ملائکه حکم کنه و علاج کنه مشکلشون. خب شخصی که خداوند او را برای حل مشکلات ملک آفریده، برای مشکل من و شما مثلا ناتوان بمونه یا انجام نده، اینطوری نیست. این آخوند برای اینکه خرافات و بدعت‌ها و توسل‌های ناجایز خود و پیروانش را نسبت به امامان توجیه کند، فرشتگان معصوم الله متعال را زیر سوال می‌برد و آنها را به درگیری و اختلاف بین یکدیگر متهم می‌سازد. این آخوند گمان می‌کند که جمع فرشتگان آسمان به مانند جمع آخوندهای حوزه علمیه قم میباشند که هر روز با هم در اختلاف و درگیری هستند. الله متعال درباره فرشتگان می‌فرماید: همه جنبندگان آسمان ها و زمین و نیز فرشتگان برای الله سجده می‌کنند و فرشتگان سرکشی و تکبر نمی‌ورزند و از پروردگارشان که فراتر از آنان است می‌ترسند و هر فرمانی که می‌یابند انجام می‌دهند. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. خواهری سوالی پرسیده بودن که آیا در موقع عادت ماهیانه کسی میتونه دعای استخاره بخونه؟ بله، اشکالی نداره. فتوا حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هست که اشکالی نداره، منتها نماز نمیتونن بخونن. اون 2 رکعت نمازی که عادتا میخونن و بعد از اون دعای استخاره رو میخونن، اصلا شرط نیست نماز خوندن. در حقیقت میتونن دعای استخاره رو بخونن و در مورد هر مسئله میخوان استخاره بکنن، هیچ اشکالی نداره در موقع حیض یا عادت ماهیانه. تشکر میکنیم از این خواهر گرامی. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. استاد حق. وصال حق، بفرمایید. السلام باشید آقای صحبت کنم. آقای ابو محمد از آقا محمد، بفرمایید. آقا من شیعه هدایت هستم. بفرمایید. میخوام موحد. بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول الله. الله اکبر. الله اکبر. آقای انصاری، بفرمایید برادر عزیز. والا این آخوندهای رافضی 8 ساله ما را تو گمراه و بیشتر و دروغ و با ما میدن. الان فهمیدیم که حقیقت با شماست، حقیقت تو شماست، حقیقت اینه رسول الله. الله اکبر. من خودم زبان عرب هستم. ماشاءالله. از اهواز هستید شما برادر عزیز؟ بله بله، از اهواز. ماشاءالله. الله متعال حفظتون کنه برادر عزیز. نزدیک بیشتر از مسجدهای اهواز واقع شد. الحمدلله. این لطف الله سبحانه و تعالی است برادر عزیز. دین حقیقی را چشیدن. الحمدلله. اینا آخوندهای رافض مردم را به جهنم میکشونن.
آدم چقدر میخواد کنه؟ 70 سال عمر کنه، فردا میمیره. درست. دوباره میخوام این شهادت، دوباره میخوام نطاق شهادت لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله اکبر. الله متعال به شما صبر و ثبات نصیب بکنه محمد جان. تشکر از شما، تشکر از این برادر عزیزمون از اهواز. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید آقای انصاری، شبتون بخیر باشه ان شاء الله. سلامت باشید. خودتون رو معرفی بکنید. بنده همین هستم آقای انصاری. هفته قبل بلند شدم فرمودید این هفته زیاد صحبت شده در این موضوع، هفته بعد تماس بگیرید. اجازه است؟ در کدوم موضوع؟ در همون مطلبی که فرمودید آوردید از کتاب مرحوم طبری. اون تموم شد آقا حمید، در موردش صحبت کردم من در شروع برنامه. مطلب دیگری دارید؟ در خدمت شما هستم. والا اولا که شما صحبت کردیم متاسفانه دروغ فرمودید. حتی که دروغ گفتین هست اومدین اعتراف کردین دروغ گفتین اشتباه کردم. این حالا شما هر طوری که دوست دارید، شما هر طوری که دوست دارید برداشت بکنید حمید جان. ما وقتی سخن حق باشه ولو این که بر علیه ما باشه ما اون رو میپذیریم، چون که ما پیرو و شیعه علی هستیم. علی علیه السلام و رضی الله تعالی عنه میفرمایند که قولوا قول الحق ولو علی انفسکم، حرف حق رو بزنید ولو این که بر ضد شما باشه. حالا شما میخوای سر و صدا بکن، به در و دیوار خودتو بزن، به سرت بزن، قمه بزن، هر کاری میخوای بکن، موضوع تموم شده. اما متاسفانه شما تا هنوزم تو توالت تشریف دارید. اگر موضوع دیگری هست میخواید صحبت کنید بهتون اجازه میدم و الا با شما خداحافظی میکنیم. آقا حمید آقا شما رو خط هستید اما صداتون رو نداریم. آقا حمید، آقای حمید خیلی متاسفم. ببین ما مطلبی رو من اشتباه برداشت کردم، اومدم این هفته تصحیح کردم. این نشان دهنده این است که من پیرو واقعی علی هستم. علی میگه که رضی الله تعالی عنه امیر مومنان حیدر کرار میگه که سخن حق رو بگویید ولو این که بر علیه شما باشد. یا در جای دیگه به یارانش میگه که اگر کسی رو دیدید که از حق منحرف شد گردنش رو بزنید ولو این که زیر عمامه من باشه. یعنی چی؟ ولو این که علی باشه. ما شیعه واقعی علی هستیم که از علی پیروی میکنیم. ای کاش آخوندهای شما هم این جرأت و شهامت مردانگی رو می‌داشتن که وقتی که دروغ میگن، تلبیس میکنن، خیانت میکنن، 8 ماه پافشاری نمیکردن مثل قزوینی بر دروغشون. من اگر هفته گذشته مطلبی رو اشتباه بیان کردم، این هفته اومدم عذرخواهی هم کردم، تصحیح هم کردم. ما این شهامت داریم چون دین ما اینو به ما یاد داده، چون مولای ما علی به ما اینو یاد داده. اما شما پیرو عبدالله ابن سبع یهودی هستید که اگر که 1000 مرتبه به شما حق و حقیقت آشکار بشه همزن به همون ساز قدیم میرقصید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم آقای انصاری، بینندگان عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ علی هستم از ایران. موضوعتون آقای علی هستم. علی چی؟ علی هستم از ایران. موضوعتون میکنم. چه دروغ میگی؟ رضا از خوزستان. بابا مجبوری اگر اسم تو عوض بکنی هر روز با یک اسم جدید بیای. آقای محترم از داد زدنت معلومه، از سر صدا کردنت معلومه. داد نزن، فشارت میره بالا. آقای محترم علی جان، رضا جان، علی جان، سر صدا نکن. باج خانوم بگو یه لیوان آب سرد بیاره، نوش جان بکن، بعد مثل بچه آدم زنگ بزن با اسم اصلیت. آقای انصاری عزیز، شما الان روایت رو رد کردید. آقای محترم
آقای محترم، آقای محترم سر صدا نکن. آقای محترم این تلفن رو اسپیکر رو خاموش بکن، تلفن رو بگیر کنار گوشت، مثل بچه آدم صحبت بکن، صدا داره منعکس میشه، بینندگان صدا تو درست نمیشنون. من میگم آقای انصاری عزیز، ببین ما داریم بحث این سوال علمی هست. شما الان یه روایت رو رد کرد که علمای اهل سنت اون رو صحیح دونستن. روایتی که آقای بخاری در ادب المفرد میاره و میگه آقای ابن عمر وقتی که در راه پاش گرفت گفت بهترین خلق خدا را صدا بزن. ایشون هم گفتن یا محمدا، بعد پاشون خوب شد و به راه خودشون ادامه دادن. این استهزار محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اینو هر عاقلی میدونه، اما شما که نمیخواید بدونید. آقای محترم اینجا نگفته یا محمد اشفنی من المرض، یا محمد اعطنی شفا، نگفته. چیزی گفته؟ اگر گفته بیار در کجا روایت گفته. این آقای محترم، دوست عزیز، آقای محترم یا محمدا استفقاته نیست آقای محترم. در یکی از غزوات شعار و صحابه بود وا محمدا و یا محمدا. این به عنوان شعار بود، مثل به عنوان رمز که در یک عملیات استفاده میشه. این استغاثه از رسول الله نبود. اما شما میخواهید به زور یک مطلبی رو قالب بکنید. این که دیگه آقای محترم من عذر میخوام از شما. تشکر میکنم برادر عزیز، تشکر. علی جان مطلب دیگری در این مورد به اندازه کافی صحبت کردم، دیگه صحبت نمیکنم. مطلب دیگری داری؟ خب آیا استغاثه عایشه ما ببین آقای محترم اگر هر کسی ولو صحابی گفته باشه که ای مسلمان ها از غیر الله بخوانید چیزی رو، ما میگیریم حرفشو چنان به دیوار میزنیم که تبدیل به میلیون قطعه بشه، نه یک دو سه قطعه، تبدیل به میلیون قطعه بشه. هر کسی که میخواد باشه، وقتی که حرفی مخالف قرآن باشه، مخالف فرموده رسول الله باشه، میخوای تو برو از هر کتاب ضعفا و متروکین و روایت های درب و داغونی که قزوینی مثال میاره تو شبکهش، از اونا بیار، ما میزنیم به دیوار. ولو اینکه سندش صحیح باشه، روایت هم صحیح باشه، حرف مثلا ام المؤمنین عایشه باشه که نیست، حرف فلان صحابی باشه که همچین حرفی نیست، اگر که گفته باشند با سند صحیح که ای مردم شما برید از غیر الله چیزی رو بخوانید، این غیر الله ولو رسول الله باشه، ولو صحابه باشه، ولو هر بشری که میخواد باشه، ما حرفشو میزنیم به دیوار. با کسی هم شوخی نداریم. چرا قطع کردی رفتی؟ بیننده بعدی بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. آقا امید از ایران بفرمایید. آقا حمید. من اسمم کریمه. حمید، کریم، امید، هر اسمی که داری شما، هزار تا اسم داری. بفرمایید آقای محترم، بفرمایید. استاد ساری، من یه از دنیا بلوچم، نه حمیدم نه حمیدو میشناختم. بفرمایید برادر عزیز، من از شما عذرخواهی میکنم. بفرمایید. من فقط خلل به خاطر حمید دارم. اون هفته گذشته برادرم از همین شماره کلمات حرف میزنن شنیدم و در مورد الله یاری باید حرف زد و شما گفتیم من از شماره حمید زن میزنیم. خدا وکیلی رمان از خداستان تو محلم حرف میزنی یا شما استفاده با حمیدی نمیدونم فلان حیث فلان و فلان. آقای محترم اگر مطلبی دارید بفرمایید، ما سراپا گوشیم. من یه درخواست یادم می‌خواستم اون دو تا کلیپ ما تو شبکه می‌کنید در مورد وسایل که تصمیمات خود نشون میدید شعر عربی هستن. لطفاً این دو تا اگر میتونید تو کارن خریدار که صاحبونه خیلی خوب. باشه چشم، حتما ان شاء الله. تشکر از شما برادر عزیز. فقط خواهشاً زنگ نفرستید که من نمیتونم دانلود کنم. خود اصل کلیپ رو کارشناسی که ما راحت دانلود کنم. همون دو کلیپی که در مورد شبکه رساله ها را کارشناسا که نشون میده و این شبکه راستی نشون میده. چشم همین الان میگم که دوستان بگذارن. تشکر از شما، خدا نگهدار. احمد جان کلیپ نشید وصال رو در تلگرام بگذارید که دوستان دانلود بکنن. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. آیا سلام خسته نباشید. سلام و رحمت الله و برکاته. آیا
بیننده بعدی سلام علیکم. الو خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. من علی هستم از الان مزاحم میشم. آقای علی. آقا علی بفرمایید. من دوست برادر خودمون گفت آقای امیر آقا گفت که همچین سندی چون پختن گفتم مثلا فکر کن من اول دیگه آقا من رفتم به طرف زایتان دیدم یه نفر رفت تو اون حرم امام رضا یا یک امام صادق. آیا این میشه مثلا عقیده بنده چون یارو رفته من این عقیده منه؟ درست حرف منطقی. تشکر از برنامه. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. کمی خواهردم. بله بفرمایید. کمی خواهردم. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، ما از اول تا والش نشستم، ما پروگرام مقبول شما رو تماشا کردم. شما باور کنین که اگر در این مدت میخواستین خر تربیه کنین میشد. الله المستعان. در این مدت اگر شما باور کنین که خر تربیه میتونستین کنین مگر اینا را نی. من هم میفهم که اینا از کدام نژاد هستن، کدام مغز در درون مغز از اینا در آمده. درست. من هم میفهم که اینا واقعا از شیطان جور شدن. اینا از هیچ برشون نام مانده نمیتونم. الله المستعان. وقتی که شما ایره برادر عزیز میگین، اینقدر به این صمیمیت میکنین و این توهین میکنه، باور کو دل آدم میشه کمی تلویزیون بشکنانه. الله المستعان. از برای خدا و ملت ایران برا بین مسلمان شوین. هیچ سخت نیست که شما بگین لا اله الا الله محمد رسول الله. هیچ سخت نیست. والا که شما خداوند گناه های همه تانه میبخشه. بین برا بین این 20 تا آخوند یا 30 تا آخوند به درد شما نمیخورن. همونطور که پدرایتان رفته شما هم میرین، هیچ کس نمیمانه. باور به خدا کنین که آخر برای شما در قیامت هیچ چیز کرده نمیتونه، پدرتان کرده نمیتونه، همه جواب خودشان میده. و ملت ایران کلتان کور نیستین، کلتان کر نیستین. 20 نفر 30 نفر در یک جای ششتین گپ آخونده میشنوین، میفهمین که دروغ میگه، بازم به سر رویتان میزنین. بس کنین از برای خدا، بس است. ملت مسلمان در و در است، بس است. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از شما برادر عزیز. ببینید اینا همیشه کارشون همین است، یعنی چون اینا شاگردان مکتب قزوینی هستن. شما فقط کافی است یک روز برنامه اینو ببینید، بعد با حقیقت مذهب شیعه آشنا میشید که اینا دارن تبلیغشو میکنن. الان یک بیننده‌ای زنگ زده به آقای قزوینی در مورد خواستن از من دون الله، داره سوال میکنه. یک انسانی میخواد به اصطلاح این عالم، به اصطلاح عالم دین، خودشون که عالم دین میگن دیگه، القابشون آیت الله العظما حجت الاسلام و المسلمین. من نمیدونم فردا جواب خدا رو با این دروغاشون چی میدن اینا. این کلیپ رو با هم ببینیم. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. سلام علیکم. لطف کنید خودتون رو معرفی کنید. رضا هستم از جهرم. خسته نباشید. آقای رضا از جهرم. خسته نباشید. ممنون. سلامت باشید. درود بر شما. با عرض تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین. بله. و عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما و تمام دستاندرکاران شبکه خوب و عزیز ولایت. ممنونیم. یه سوالی از خدمت آقای آقا داشتم با اجازه. بفرمایید. در مورد کمک خواستن از غیر از خدا که شبکه زاله ایروزا روش خیلی مناور میده، بزرگواری بفرمایید برای ما توضیح بدید. بله. با عرض تشکر، اجرکم الله. خدا نگهدار شما. متشکریم آقای رضا از جهرم. برادر عزیزمون که
سوالتون دوباره تکرار بفرمایید. کمک خواستن از غیر خدا چه کمک خواستن از غیر خدا. من درس کردم در این زمینه بزرگواران آیه 97 سوره یوسف. خب دیگه خیلی واضح و روشن است. یا ابانا استغفر لنا، یا ابانا استغفر لنا. دیگه از این روشن‌تر ما میگیم یا رسول الله اشفع لنا عند الله. برادران حضرت یوسف هم میگن یا ابانا، ای پدران ما، برای ما، پدر ما، برای ما طلب استغفار کن. من با یکی از این وهابی‌ها بحث میکردم، گفت اینا در حق پدرشون بدی کرده بودن، آمده بودن عذرخواهی. گفتم برادر عزیز من، تو عربی خوب باید آیه رو بفهمی. نمیگی یا ابانا اغفر لنا، ای پدر ما را ببخش، معذرت میخوان. میگه استغفر لنا، از خدا برای ما طلب مغفرت کن. سوره 64 سوره نساء، آیه 64 سوره نساء در رابطه با نبی مکرم برای شما عرض کنم، نسبت به حضرت موسی برای شما عرض کنم، میگه یا موسی این رجز را از ما برطرف کن. از خود حضرت موسی میخواد. 10 آیه ما داریم در این زمینه و این رو مفصل ما در جلساتمون مطرح کردیم. بله، واقعا باید به گریه کرد به حال این ملت که اینها عالمان دین اینها باشن. میاد اینجا در جواب این بیننده بیچاره بدبخت اومده مثلا به این زنگ زده که از این یک مسئله شرعی رو بپرسه. میگه که بله در سوره یوسف آیه 97. حالا من سوره یوسف آیه 97 رو بیارم خدمت شما. این آیه 97 در اینجا بعد از اینکه کل این جریانات رخ داد و یوسف به اصطلاح عزیز مصر شد و اینا رفتن در اونجا، حقیقت بر برادراش آشکار شد، اینا آمدن به پای پدرشون افتادن، گفتن قالو، گفتن یا ابانا، ای پدر ما، استغفر لنا، برای ما آمرزش بخوا، انا کنا خاطئین، ما چی بودیم؟ خطاکار بودیم. ادامه رو نمیخونه. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. گفت که یعقوب علیه السلام در جوابش چی گفت؟ به زودی برای شما از پروردگارم طلب آمرزش میکنم، بدون شک هو غفور و رحیم است. در همین آیه بعدی جواب دندان شکن به قزوینی داده الله سبحانه و تعالی. ثانیاً اون گپ اون وهابی که به قول شما بهت گفته گپش درسته. اگر که فرزندان یعقوب در حق پدرشون بدی کردن، در اینجا یکی از حقوق الهی رو زیر پا گذاشتن که اون حق الهی چی است؟ بر والدین است، نیکی کردن به پدر و مادر. و قضا ربک ان لا تشرک به، و الله سبحانه و تعالی این رو فیصله کرده قطعی که به الله سبحانه و تعالی شرک نورزیم. و چی؟ و بالوالدین احسانا، به پدر مادر خودتون نیکی بکنید. اگر اونا در مقابل پدرشون بدی کردن، یوسف رو بردن، اون جریان رو درست کردن، سریالی رو که به اصطلاح یوسف رو گرگ خورده در حقیقت اون رو در چاه انداختن، همه اینا هم نافرمانی الله بود، هم نافرمانی پدر بود. و نافرمانی پدر یکی از حقوقی است که الله سبحانه و تعالی مورد بازخواست قرار میده و بعد از شرک بزرگترین گناه محسوب شده. به خاطر همین باید الله سبحانه و تعالی چیکار کنه؟ ایشون رو ببخشه. و پدر که طبعا بخشیده بود. در آیه بعد تاکید بر این میکنه که الله سبحانه و تعالی غفور و رحیم است. انه هو الغفور الرحیم، بیشک او آمرزنده مهربان است. پس در هر دو صورت اینجا فرزندان یعقوب علیه السلام طلب مغفرت کردن از پدرشون که یعنی چی؟ یعنی برمیگرده به همون حرف اول، توسل به دعای انسان صالح که یعقوب علیه السلام بوده پدرشون. شما هم تا دوست دارید از این توسل بکنید، برید پیش یک انسان صالح و زنده بگید جناب مولانا، جناب علی آیت الله، اینا که فکر نکنم توشون یه آدم سالم باشه، این انسان‌های متقی و پرهیزگار، برن پیش اونا از اونها طلب دعا بکنن، هیچ مشکلی نداره. هر طلبی میخواید بکنید ازشون، بگید که یعنی نه اینکه مثلا انسان بره پیش اونا بگه که به ما رزق بده، روزی بده، فرزند بده، بگو که
دعا بکن که خدا به من فرزند بده، هیچ اشکال نداره. ای شیخ دعا بکن که خدا مثلا به ما فلان نعمتی رو عطا بکنه، هیچ اشکالی نداره. اما ببینید بیننده بیچاره بدبخت رو با این آیه سرشو شیره میماله که بله ما فرزندان یعقوب اینو گفته بودن، ما هم میگیم که ای رسول الله شفاعت، یا رسول الله اشفع لنا عند الله. این دقیقا همین مشکلی است که من خدمت شما عزیزان این آیه رو بیارم که اینا مشکلشون دقیقا همین است که برداشت غلطی که خودشون از آیات قرآنی دارن همین رو میخوان چیکار بکنن؟ به خورد مردم بدن. در مورد شفاعت میاد این مطلب رو این آقا بیان میکنه. ما در قرآن کریم، من الان خدمت شما این آیه رو بیارم که مستند از قرآن کریم خدمتتون نشون بدم. در سوره یونس آیه 18 الله سبحانه و تعالی در اینجا چی میفرماید؟ و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، و می پرستند من دون الله کسانی را که نه ضرری برای آنها میرساند و نه نفعی. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، میگن که اینا شفیعان ما هستند در نزد الله. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، بگو آیا خدا را اطلاع میدید از اون چیزی که نمیدانه در آسمان ها و زمین؟ سبحانه و تعالی اما یشرکون، خداوند پاک است و بزرگوارتر است از آن چیزی که شما به او شرک می‌ورزید. شاید کسی بگه که خب اینا خود در مورد مشرکین بود، ما از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما این چیزا رو می‌خواهیم. در این موردم ما با قرآن کریم جواب اینها رو میدیم که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 188 الله سبحانه و تعالی احمد جان نشان بده در اینجا چی میگه؟ قل بگو ای محمد لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من مالک نفع و ضرری برای خود نیستم الا ما شاء الله، مگر آنچه که الله بخواهد. ولو كنت اعلم الغیب، اگر من علم غیب می داشتم لاستكثرت من الخیر، کار خیری زیادی انجام میدادم. و ما مسنی السوء، به من ضرری نمی رسید. این انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، مگر من نیستم مگر بشارت دهنده و ترساننده برای قومی که ایمان آوردند. تشکر میکنم. در آیه قبلی که من خدمتون نشون دادم در اینجا میگه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، یضرهم ولا ینفعهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا چی میگن؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. یعنی امروز شما هر چقدر بخواید که بگید یا رسول الله به داد ما برس، یا رسول الله فلان کار انجام بده، رسول الله مالک نفع و ضرری برای خود و برای شما نیست. رسول الله من دون الله هست صلی الله علیه و آله و سلم. امامان من دون الله هستن. اما به قول این برادرمون که ما از 6 سال به این طرف داریم این حرفا رو میزنیم، اما اینها آدم شدنی نیستن که نیستن. به آیه 64 سوره نساء در این کلیپ اشاره کرد. آیه 64 سوره نساء رو من خدمت شما عزیزان بیارم که در اینجا چی میگه. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، و ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر اینکه به اذن الله سبحانه و تعالی از او اطاعت شود. ولو انهم، و اگر آنها در اینجا خطاب به کی است؟ به صحابه ای که در مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم نافرمانی کرده بودند، تخلف کرده بودند و بعضیاشون رفتن یعنی خودشونو به ستونهای مسجد بستن، بعضیاشون بهانه در آوردن، بعضی از منافقین که اصلا اعتقادی به الله و رسول نداشتن، به ظاهر مسلمان بودن، اینا خلاصه کلا اومدن بهانه تراشی کردن و فرار کردن.
در اینجا خطاب به همه اینها میگه که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، وقتی که آنها بر خویش ستم کردن با چی؟ با نافرمانی الله و رسولش. جاءوک، نزد تو آمدند ای پیامبر، نزد تو میدن. فاستغفر الله، از خدا طلب آمرزش میکردن. و استغفر لهم الرسول، بیگمان از نزد تو میدن و از خدا طلب آمرزش میکردن، بیگمان خدا را توبه پذیر مهربان میافتن. و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، الله را در این صورت چی؟ توبه پذیر مهربان میافتن. یعنی کسایی که بر خویش ستم کردن، نزد پیامبر می آمدن، از خدا طلب آمرزش می کردن، بیگمان الله توبه پذیر مهربان است. یعنی چی؟ یعنی اینجا هم طلب استغفار است به دعای انسان صالح زنده. کسی که اشتباهی کرده میاد پیش پیامبر، طلب استغفار میکنه از الله به وسیله یکی؟ به وسیله پیامبر. خب یک نمونه از توسل‌های جایز است. بیننده سوالش چی بود؟ که این شبکه ها میگن من دون الله خواستن جایز نیست. جوابش چیه؟ اونجا در مورد یعقوب علیه السلام، اینم در مورد طلب استغفار. بالفرض که اینها آمده باشن از پیامبر طلب استغفار کرده باشن و اونها هم رفته باشن از یعقوب طلب استغفار کرده باشن، چه ربطی داره در مورد استغاثه و خواندن من دون الله که شماها دارید انجام میدید؟ ولو که این شبهه رو قبول بکنیم، فرض محال، ربطی نداره. اینجا قضیه طلب استغفار است و اینجا شما استغاثه مستقیم میکنید از امامانتون، از امامزادهاتون. و احمد جان نکته مهمی را اشاره کرد الان، میگه که چرا اینا نرفتن به پدر بزرگشون ابراهیم متوسل بشن، فرزندان یعقوب. راست میگه، واقعا ابوالانبیا بود و مرتبه ابراهیم خیلی بالاتر از مرتبه یعقوب علیه السلام است. پس چرا به یعقوب متوسل نشدن، اومدن به پدرشون که زنده بود متوسل شدن؟ این سوالاتی است که انسان‌های عاقل باید جواب بدن. و همچنین ما قبلا هم در این مورد صحبت کردیم که الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی، مثلا در سوره فاطر به ما میگه که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که من دون الله آنها رو میخونید مالک پوست نازک هسته خرما نیستن. سوره فاطر آیه 13. در آیه 14 میگه این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر آنها را بخوانید دعای شما را نمیشنوند. بالفرض محال قزوینی میگه میشنون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر هم که بشنون جواب نمیتونن بدن. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت هم این کفر شما را انکار میکنن. ولا ینبئک مثل خبیر، و هیچ کس مثل الله دانا تو را از فرجام امور آگاه نمیکنه. این حقیقت من دون الله است که در این مورد، فقط در این مورد شما برید تو هر برنامه، هر سافتوری که دارید در قرآن کریم، در موبایلتون، تو لپتاپ، تو کامپیوترتون دارید، فقط من دون الله رو در قرآن سرچ بکنید. ده ها آیه است در این مورد که الله سبحانه و تعالی در مورد من دون الله صحبت کرده. همه موجودات، چه موجودات زنده و چه موجودات بیجان، همه اینها من دون الله هستند. از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اشرف مخلوقات گرفته تا کوچکترین ذره‌ای که در کائنات وجود داره. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آیا انصاری شما گوشات اشتباه میشنوه به من میگی عذرخواهی کن؟ شما هر روز 2 تا 3 تا 4 تا دروغ میگید. به مرحوم تبری دروغ میگی، به بقیه دروغ میگی، به منم دروغ میبندی، بعد میگی بیا عذرخواهی کن. بابت چی باید عذرخواهی کنم من؟ آقا رضا شما گفتی که ابن تیمیه گفته که شیعیان زنازاده هستن. بیار همینجا، اگر راست میگی بیار اینو نشون بده. اولا بنده گفتم که من تحدی میکنم شما ثابت کن که سازندگان مذهب شیعه منافقین و زنادقه هستن. شک داری؟ شما میای شک داری؟ شما میای همش یه شک داری؟ یا به مرحوم تبری شک داری؟ شک داری؟ آقا رضا ببین، از این شاخه به اون شاخه نپر. الان شما به من گفتی دروغگو. من الان گوش تو رو میگیرم جلوی همه بیننده تا نگی که ابن تیمیه در کجا گفته شیعه زنازاده هستن، گوش تو ول نمی‌کنم. خب شما مرد در کجا؟ من پخش کن. شما نگفتی؟
حرف عوض نکن شما. نگفتی؟ انکار میکنی؟ انکار میکنی؟ کلیپ منو پخش کن. انکار میکنی؟ اجازه بده کلیپ منو پخش کن. انکار میکنی؟ من تحدی میکنم شما ثابت کن سازندگان مذهب شیعه زنادقه و منافقین هستن. یکیشو به من بگو که من در موردش صحبت بکنم. بسم الله. یکیشو بگو. اجازه بده شما بگو دروغ گفتی. نه من الان ثابت میکنم. ای بابا من میخوام ثابت بکنم. ببین سازندگان مذهب شیعه اثناعشری عبدالله ابن سبع یهودی، محمد ابن یعقوب کلینی، ملا باقر مجلسی، توسی، تبری، همینایی که همین آتشخالی که هستن که استوانای مذهب شیعه اثناعشری هستن، کدومش یکیشو انتخاب بکن که من زندیق بودنشو برات ثابت بکنم. کلینی رو میخوای ثابت کنم؟ تو مگه نمیخوای میگی که تحدی میکنم که ثابت کن؟ آقای محترم وقتی که میگی تحدی میکنم که ثابت کن، من میخوام ثابت بکنم. مؤسس مذهب شیعه اثناعشری کلینی است، مجلسی است، طبرسی است، هلی هست، کدومشو میخوای که من زندیق بودنشو ثابت کنم برات؟ خب اول به تهمتی که به من زدی عذرخواهی کن جلو بیننده ها. آقای محترم فرار نکن از این شاخه به اون شاخه. حالا که من میخوام ثابت بکنم میخوای که عذرخواهی کن. تو مگه نگفتی که شما گفتید و ابن تیمیه گفته که شیعه زنازاده هستن؟ نگفتی همینو؟ بنده گفتم من تحدی میکنم شما ثابت کن سازندگان مذهب شیعه زنادقه و منافقین هستن. خب زنادقه و منافقین. آقای محترم زنادقه و منافقین. حالا اگر ما و بینندگان عزیز اشتباه شنیدیم ما معذرت میخوایم، لکن مرد باش الان یکی رو انتخاب بکن که من زندیق بودنشو برات ثابت بکنم. خب عذرخواهی با خود کلیپ پخش کن. کلیپو پخش کن عذرخواهی الا بالله. آقا رضا الان وایس سر حرفت گفتی تحدی میکنی، تحدی تو دارم جواب میدم. یکی از مؤسسین مذهب شیعه اثناعشری رو انتخاب بکن که من زندیق بودنش رو ثابت بکنم. خب فرار نکن. چرا دروغ گفت؟ فرار نکن. اجازه بده. آقای محترم اسم ببر. یکی از مؤسسین مذهب شیعه اثناعشری رو اسم ببر که من الان کافر و زندیق بودنش رو همینجا ثابت کنم. کلینی رو میخوای ثابت کنم؟ اجازه بده. مجلسی رو میخوای ثابت کنم؟ بیننده ها همه شنیدن. شما عذرخواهی کن. به خاطر دروغ عذرخواهی کن. آقای محترم ببین گوش کن رضا جان پسر خوب، تحدی نکن، حرفای گنده تر از دهنت هم نزن. الان انتخاب بکن که من زندیق بودنش رو ثابت بکنم. کدوم یکی رو میخوای؟ خب شما اول کلیپ منو پخش کن عذرخواهی کن جلو بیننده. آقای محترم من گفتم اگر که ما و بینندگان اشتباه شنیدیم ما عذرخواهی میکنیم، منم عذرخواهی میکنم. اما تو انسان دروغگویی هستی که از این شاخه به این شاخه میپری. الان یکی از مؤسسین مذهب شیعه اثناعشری رو اسم ببر که من زندیق بودنش رو ثابت کنم. از داخل کتاب خودشم ثابت میکنم. اجازه بده. من میخوام از شما کلیپ منو پخش کنی که برای بیننده ها مشخص. آقای محترم شما داری دروغ میگی. من قطعت کردم چون که داری دروغ میگی و من هر راهی که فراری که داشتی برای خودت میرفتی توش من بستم برات، اما داری دروغ میگی. هر وقت که میخوای تحدی بکنی مثل مرد تحدی بکن. شماها انقدر شعور و مردانگی و جرأت آخونداتون ندارن که از یک تلبیس و دروغشون که 8 ماه داریم پخش میکنیم دفاع بکنن. و شما هم شاگردانمون هستید. آقا رضا برادر عزیز آدم شو. الان دوباره اگر تماس گرفتی احمد جان به من بگو کدوم خط هست، من میارمت. فقط یکی از علماتون رو که مؤسسین مذهب شیعه اثناعشری هستن اسم ببر تا من ثابت بکنم کافر و زندیق بودنشو. هر کی رو که دوست داری انتخاب بکن، حتی خمینی. همین خمینی رو هم اگر میخوای من برات ثابت میکنم کافر بودنشو. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم خاص. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وقت شما بخیر. سلامت باشید. تشکرش. حالش خوبه؟ موقعیت دارید؟ الحمدلله سلامت باشید. زمینتون شدم به نواتزا را بگم که با این این ادب هر تعجب میکنم که همه جا هم بیمه صحت و هر چقدر اینا رو کنیم باز روید بیرون تو هر برنامه هم نه تزلار نه منطق هیچی هم ندارم. نمیدونم برای چی
اون آقایی هم که از کردستان کرد به نام آقای چیز امینی اونجا گفت که در امینی بعد آقای امینی در اون مورد گفت که نمیدونم اینها هم دارن در مورد همین از ذکری هایی هستن که به نحو اینا همه کلن آقای رضایی آقای عزیز اینا کامپیوتری هستن فقط بر مبنای چیزهایی که میشنوند مانند یک بچه که پای شما میگه همون رو دارن تکرار میکنن. درست. یعنی توتی شما برای توتی شما برای معنا هم صحبت کردن یاد بدین حرف میزنن اما بلد دیگه از این که علتش چیه منطق این درسته صحتش برای اینا مهم نیست اصلا. بله. اینا نمیرن دنبال این چیزها چون هدفشون اون نیست. هدف فقط یک بوق و یک چیزی که در دل هست دیگه که اینا طبعا خودش که اینا در قلب‌های اینا مریضی هست فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. خداوند میگه در قلبشون مریضیه. خداوند هم مریضی در اینها رو یادتر میکنه. چرا؟ چون اینا نمیخوان قبول. اگر بخوان قبول کنن چه چیزی از قرآن منطقی تر بهترین سندی که برای مستقیم هست قرآن دیگه. آقا حرف و هر میزنه. اگر اونطوری باشه آقا کلی مراجع مثلا هستن کلی آدمایی که دارن صحبت میکنن در بین علما و مراجع آخوندی هر کس صحبت میکنه هر کسی استدلالی داره. شاید مخالف با یکدیگر باشه شاید با یکدیگر هیچ کدوم مثلا موافق یکدیگر هم نباشن. خیلی از این شما همین رساله رو بکنیم هم مخالف. خیلی خوب اگر اینطوری باشه ما باید حرف بعد اینا رو بعد ما منطبق کنیم با قرآن. هر کنو با قرآن برای ما چیز باشه اون برای ما صحت اون برای ما دلیل و حجت. درست. ولی الحمدلله وجود اینها برای ما یک هست که هدایت کنندگان و این موحدین رو بیشتر میکنه. اما من یک خواهشی دارم از برادرانی هم که میان اینجا با احساس صحبت میکنن اون تعریف رو تمجید کنم. تنها چیزی که عهد سنت را که بقیه ادیان تطبیق کنه همین اهانت نکردن و دوست داشتن همه مثلا عهد صحابه و حتی دستی که حتی نظر دست بنده یک عالمی هم که باشه یک روحانی باشه یک ناخوندی هم که باشه من میگم همین رو احساس نداریم. من خواهش در شما دارم حداقل به اینا بگیم یه روزه با احساس صحبت نکنن توهین نکنن. چون یک عده‌ای هستن که یه عده‌ای هستن سادن با اون فکر کمتر جلوی تلویزیون میچینن میخوان رو بدونن. اینها هر چقدر هم کشیده هستن میخوان به خاطر اینکه احساساتی هستن به شخص و اینها بالاخره احترام دارن شخص دوست دارن. ما اگر وقتی که به قرار باشه بیایم یک کسی رو بکوبیم فلانی اینطوری فلانه این بر حسب احساسات خودت و او انگیزه که در اون هست این به جایی که جذب بشه گریزان میشه. اگر ما قرار بشه مثل اونا باشیم یه حرفا رو بزنیم فرق من و ما و اونها چیه؟ همینه جناب آقای انصاری. درست. چه فرق میکنیم که قرار باشه ما مثل اونا اکشن عمل نشون بدیم ما مثل اونا حرف بزنیم ما مثل اونا توهین بکنیم فرق میکنیم با اونا. افتخار ما بر همینه که خداوند ما رو برتری داده بر همین که همه اهل بیت را تفکیک نمی کنیم گزینشی هم نداریم همه را هم دوست داریم و به هیچ کس هم توهین نمی کنیم. و آخر دعوانا و الحمدلله. السلام علیکم و رحمت. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعالف کنه. آقای محیدین برهانی برادر عزیزمون نوشتن که آیا مولوی عبدالقاهر که در افغانستان هواداران زیادی دارد آیا مورد تایید وصال حق است یا خیر؟ ببینید اشخاص مهم نیست، اقوالشون و افعالشون مهم هست. جناب مولوی عبدالقاهر یکی از علمای بزرگوار افغانستان هستند. در ولایت بلخ فکر کنم در اونجا مدرسه و مسجدی دارن و تا جایی که ما سخنرانی‌هاشون رو شنیدیم حرفاشون رو شنیدیم سخنان توحیدی و مطابق قرآن و سنت گفتن. تا الان ما هرچی از اونها شنیدیم حرفای مطابق قرآن و سنت بوده. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی ایشان را یکی از عالمان حقگو و دعوت کننده به قرآن و سنت
قرار بده. اما وصال حق یعنی 100% نه کسی رو تایید میکنه و نه کسی رو رد میکنه. تشکر میکنم از برادرمون محی‌الدین. برادر عزیزمون نوشتن که لطفا از این آقا رضا بپرس ایشان کی هستن و اسم واقعیشان چیست و چرا با تصویر نمیآیند، چرا با مسنجر تماس نمیگیرن. موفق سربلند باشی. تشکر از شما برادر عزیز. واقعا اینا مردان هزار چهره ای هستن که نمیتونن چهره واقعی خودشون رو نشون بدن. برادر دیگری آقا داوود نوشتن که جناب انصاری واسه هم خسته نباشید، لطفاً تلفن کسانی را که به اندیشه‌های اشتباه خود اصرار دارن را قطع کنید، اعصاب ما رو به هم میریزد، خواهش میکنم. الان نظیر این احمق فلانی که به گفتار غلط خود اصرار دارد. والا اینها با این کارشون اشتباه بودن راه و روششون رو دارن ثابت میکنن. تشکر میکنم از شما برادر عزیز و بزرگوار. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. جناب انصاری سلام علیکم. عبدالله هستم از آلمان. عبدالله برادر عزیز بفرمایید. من خواهش داشتم کلیپ‌های پردل صاحب اگر نشر بکنید بعض وقتا تلویزیون وصال حق. چشم. دوستان عزیز در پلیلیست شبکه اگر کلیپ‌های جناب استاد پردل را اگر پخش بکنید در روزهای آینده. تشکر میکنم از شما برادر عزیز. تشکر. زنده باشید. خدا نگهدارتون. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. آیا انصاری عزیز. بله بفرمایید. آیا چند تا سوال احکامی داشتین خدمت شما؟ والا در مورد احکام فقهی با برنامه پرسش و پاسخ تماس بگیرید برادر عزیز. جناب مولانا عبدالقدوس دهقان جواب میدن. نه الان همین چند خودتون دربارهشون یه چیزای گفتید حالا بفرمایید چه بعد داره برنامه‌تون. بفرمایید. در اینکه مثلا پیامبر برای مثلا بعد از خودش خلافتی کسی را تعیین کرد نکردی. باش. سوال بعدی. یه سوال دیگه عزاداری مثلا این ما شیعیان که عزاداری میکنن اینا چگونه است؟ آیا باش. سوال بعدی. غلط است؟ کمک خواستن از مثلا مرده ها حتی پیامبر جایز است؟ مثلا دعا کردن میگن یا پیامبر، مثلا نوعی میخوام بلند باشم میگن من اشتیه میرم یا علی. باش. سوال بعدی. دوری. خب از شما نه همینا. تشکر از شما. باشه در این مورد اینا مختصر صحبت میکنم. تشکر از شما برادر عزیز. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خاتم انبیا بودن. ببین برادر عزیز، شیعه وقتی امامت رو بعد از پیامبر اختراع کردن وجود نداشت. در نامه 161 نهج البلاغه در خطبه 161 حضرت علی میگه من با سخاوت دادم، یعنی کل اختلافی که بین علی و بقیه صحابه بود، ابوبکر با عمر اختلاف داشت، عمر با دیگری. این طبیعت بشره. حتی بعضی از صحابه با رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعضی از مسائل اختلاف کردند. در قضیه احد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ما در مدینه میمونیم، صحابه گفتن نمیریم احد، بیرون شهر میجنگیم. پیامبر مشوره صحابه را قبول کردن، علی الرغم میل باطنی خودشون رفتن در احد. اختلاف طبیعت بشر است. انسان‌ها قانع نمیشن، خاصا در مسائلی که احکام قطعی الهی نباشه. اصلا بشر آزاده که اختلاف بکنه در اون موارد. من هیچ وقت ملزم نیستم که 100% مثلا موافق باشم با فلان و علان، الا در مسائلی که متفق علیه است و قرآن و سنت صراحتا در این مورد صحبت کرده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم امیدوار بودن که به خاطر مکان و منزلتی که دارند، همونطور که در اون خطبه نهج البلاغه گفته، مردم با اونا بیعت بکنن، اما نکردن چون این مسئله سیاسی بود. صحابه ابوبکر انتخاب کردند و حضرت علی در نامه 6 نهج البلاغه، برید در خود نهج البلاغه در نامه 6 نهج البلاغه ببینید که این کار صحابه رو میگه این رضایت الهی بوده.
فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان فی ذلک لله رضا. اگر که جمع شدن و کسی رو امامشون تعیین کردن، در این امر رضایت الله سبحانه و تعالی است. چرا رسول الله کسی رو تعیین نکرد؟ پیش هر عالم شیعه بشینی میگه الان یه چوپانی بخواد یه گله رو رها بکنه توی دشتی بره، یک نایب برای خودش میگذاره. ابوبکر مثلا عمر رو جانشین خودش تعیین کرد، یا عمر اومد مثلا شورا تعیین کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با این عظمتش دین مبین چرا کسی رو جانشین خودش تعیین نکرد؟ چون نمیتونست تعیین بکنه. چون میدونید وقتی کسی میاد پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان حیاتشون افراد زیادی رو جانشین تعیین کردن. خالد بوده، علی بوده، ابن ام مکتوم بوده، خیلی ها رو تعیین کردن. خالد رو نماینده خودشون فرستادن برای عملیاتی در حومه مکه. ایشون رفت در اونجا یک عمل اشتباهی انجام داد، با اون قوم درگیر شد، برخلاف میل پیامبر تعدادی از اونها رو کشت و بقیه رو اسیر گرفت و آورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این عمل خالد بن ولید سیف الله، شمشیر الله سبحانه و تعالی رضی الله تعالی عنه، برخلاف میل و دستور پیامبر بود، دستان مبارکش رو بالا کردن. اللهم اینی ابره الیک مما فعل خالد. من به تو براءت میجویم از آن عملی که خالد انجام داده. و حضرت خالد هم پشیمان شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم دیه اونها رو پرداخت و خسارتی که به اونها وارد شده بود. چرا؟ چون عملی که خالد به نمایندگی از رسول الله در اونجا انجام داد برای مردم عین امر رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرموده رسول الله و کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. چرا؟ چون که ایشون جانشین پیامبر، نماینده پیامبر، فرستاده پیامبر بودن. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خودشون جانشینی رو بعد از خودشون تعیین می‌کردن و نصی رو در این مورد می‌فرمودن، عملی که این جانشین انجام میداد بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم عیناً عمل رسول الله و جزئی از دین محسوب میشد. در حالی که رسول الله معصوم بودن، از طرف وحی کنترل می‌شدن، عملی که انجام میدادن اگر خطایی در اون صورت می‌گرفت، مثل قضیه فدیه گرفتن از اسرا، مثل قضیه تحریمی که در مورد زنانشون انجام دادن، الله سبحانه و تعالی مباشرتا ایشون رو خطاب قرار میده و اون اشتباه رو اصلاح میکنه. پس پیامبر با وحی ارتباط داره، معصوم است. اما بعد از پیامبر کسی دیگری با وحی ارتباط نداره، پس نمیتونه معصوم باشه. به خاطر اینکه شیعه یا عبدالله بن سبع یهودی این مشکل رو حل بکنه، یا پیروان عبدالله بن سبع یهودی 225 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم قضیه عصمت رو اختراع کردن. گفتن که ائمه معصوم هستن، چون عملی رو که ائمه انجام بدن عیناً امر الله و رسول باشه. باید اینطوری باشه. کسی که جانشین از طرف الله و رسول تعیین میکنه، هر کاری که انجام میده عین دستور الله و رسول است و رسولی وجود نداره که بیاد اینو تصحیح بکنه، تضعیف بکنه، بگه این کار اشتباهه، این کار اشتباه نیست. به خاطر همین اومدن عصمت رو اختراع کردن، یک کانال 12 نفری رو گفتن اینا معصوم هستن و بقیه معصوم نیستن. در مورد عزاداری در کتاب‌های خود شیعه من روایاتی رو خدمت شما عزاداری اینجا روایاتی هست که عزاداری رو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منع کردن و گفتن که عزاداری نکنید. اینجا من خدمت شما عزیزان روایاتی رو در این مورد بیارم. عزاداری در مذهب، من یکی از این روایت ها رو خدمتتون در بهارالانوار در اینجا از امام حسین روایت کردن که اگر کسی گفتن که ای خواهر من قسم یاد میکنم برای تو رو قسم میدهم، قسم من را قبول بکن، پس گریبان خود را ندر، صورت خود را نخراش و داد و بیداد نکن اگر که من از بین رفتم. تشکر میکنم. در روایت دیگری از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که اگر کسی میاد عزاداری میکنه، به سر و صورت خودش میزنه، این کار از اعمال جاهلیت است
و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این کار امتشون رو منع کردن. و اصلا قضیه عزاداری کردن و به سر و کله زدن این از عادات زمان قبل از اسلام و جاهلی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه اهل بیت از اون پیروانشون رو منع کردن. کمک خواستن از غیر الله. من لحظات پیش در این مورد صحبت کردم. برادر عزیز، شما روزانه 5 وقت نماز میخونید. حالا شیعیان در 3 وقت میخونن، ما در 5 وقت نماز میخونیم و در نامه 52 نهج البلاغه گفته که 5 وقت بخونید. این رو به یاد داشته باشید. اگر پیرو واقعی علی هستید نمازتون رو 5 وقت سر وقتش بخونید. در 5 وقت نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را میخوانیم و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. و 10 آیه در قرآن کریم هست که ما انسانها رو از خواستن غیر الله سبحانه و تعالی منع کردن. چون وقت برنامه به پایان رسیده برادر عزیز، من فقط این آدرس این آیات رو خدمتتون میدم، شما خودتون برید جستجو بکنید. اولا همونطوری که گفتم ما با خدا تعهد میکنیم در هر رکعت نماز که تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری و مدد میجیم. پس خواستن غیر الله سبحانه و تعالی مخالف اون تعهدی است که ما در هر رکعت نمازمون با الله سبحانه و تعالی میکنیم. سوره فاطر آیه 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18. سوره یونس آیه 18. سوره نوح آیه 22 و 23 و سوره بقره آیه 165. سوره آل عمران آیه 79. سوره مائده آیه 76. سوره مائده آیه 116 و 117. سوره انعام آیه 56. سوره انعام آیه 70. سوره انعام آیه 71. سوره انعام آیه 108. سوره اعراف آیه 194. سوره توبه آیه 16. سوره توبه آیه 31. سوره توبه آیه 116. فقط سوره یونس آیه 18. سوره یونس آیه 37. فقط شما کافی است که من دون الله در قرآن سرچ بکنید و آیاتی که میاد با دقت بخونید، انشالله مشکلتون در این زمینه حل میشه. بزرگترین دلیل امین است که ما روزانه با الله سبحانه و تعالی در هر رکعت نمازمون تعهد میکنیم که تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. کسی که از غیر الله یاری میجوید، کسی که غیر الله را میخواند، میگه یا علی به من کمک بکن، پس هم به ایاک نعبدو خیانت کرده و هم به ایاک نستعین دروغ گفته در حقیقت. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. تماس بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. سلامت باشید. به صالح حق بفرمایید. با آقای انصاری میخواستم صحبت کنم. بفرمایید، دارید با من صحبت میکنید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. خسته نباشی آقای انصاری. سلامت باشید برادر عزیز. یه خواهشی ازت داشتم. بفرمایید. آقای انصاری 1 دقیقه محبت کنید به من فرصت بدین، ممنونت میشم. بفرمایید، 1 دقیقه به شما فرصت میدیم. بفرمایید. آقای انصاری کجای قرآن نوشته از پنجگانه نماز را همه چیز را از قرآن ثابت کنیم؟ پس این همه حدیث از طرف شیعه، از طرف اهل سنت نوشته شده است. تو خودت الان گفتی ابن تیمیه یا بخاری هر کسی گفته باشد توسل جایزش، من میزنم دیوار. خواهش میکنم. همچین حرفی نزدم. الان گفتی اگر اونا هم گفته باشه آقای محترم حرف من رو تحریف نکنید برادر عزیز. من عرض کردم که توسل یک عبادت است. خدا شاهد الان خودت گفتی کلیپت اگر دوباره خب صبر کنید من توضیح بدم که من چی گفتم.
من توضیح بدم که چی گفتم. من عرض کردم خدمت بینندگان که توسل عبادت است. ما قربتاً الی الله توسل میکنیم. توسل در قرآن کریم ثابت شده و الله سبحانه و تعالی به ما میگه که وابتغوا الیه الوسیله، به الله سبحانه و تعالی وسیله بجویید. من توضیح دادم در این مورد. اما اگر کسی بیاد ولو اینکه صحابی باشه، ولو اینکه بخاری باشه، ولو اینکه ائمه مذاهب اربعه باشن، بگن که شما برید از غیر الله چیزی را بخواهید، ما حرفشان را چون مخالف قرآن و سنت هست به دیوار میزنیم، چون که اینها معصوم نبودن. من اینو فرض محال گفتم، اگر به یاد داشته باشه گفتم به فرض محال. بله خیلی خوب. یه آقای بله لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید برادر عزیز. چشم. آقای انصاری، بله یه آقای اهل سنت بود، یه چند دقیقه پیش باهاتون صحبت کرد، دوباره روی خط شما اومد میخواد ثابت کنه، تو گفتی نه قبول نمی کنی. یعنی من از اینجا فهمیدم که آقای قزوینی 4 ساعت در شبکه المستقله. کی سنی بوده که من نذاشتم حرف بزنه؟ کی سنی بوده که من نذاشتم حرف بزنه؟ الان 3 بارم روی خط اومده آقای رضا این آقا رضا از آخوندهای شیعه است، سنی نیست برادر عزیز. آخوند شیعه است. من نمیدونم، خودش گفت من نمیدونم، خدا شاهد من نمیدونم آقای انصاری، خودش گفت که من اهل سنت هستم، شما هم گفتی که از طرف ما باشی یا غیر ما باشی برای ما مسئله نیست. اون امینی بود، اون آقای امینی بود برادر عزیز. آقای امینی باشه، آقای رضایی باشه، من نمیدونم. آقای امینی یک بار رو خط اومد، جواب خودش هم گرفت و رفت. آقای قزوینی 4 ساعت در شبکه المستقله، کلیپش هم موجود است، 4 ساعت در 3 جلسه مناظره کرده، شما اون را تکذیب کردین، نصفشو گذاشتین و در ضمن خدا. برادر عزیز، آقای محترم گوش کنید. جانم. ما اصلا مناظرات مستقله را نه تقطیع کردیم نه پخش کردیم. این حرف از کجا آوردید؟ خدا شاهد تقطیع کردیم. آقای انصاری یکی ما اصلا پخش نکردیم. آقای محترم گوش کنید. ما اصلا مناظرات مستقله را پخش نکردیم و نه هم تقطیع کردیم. بینندگان هم شاهد هستند. شما پخش نکردید. گوش کن. پخش کردیم. یه چیزی بهت بگم، چون خودت گفتید فردا روز قیامت همه جوابگو هستیم. گوش کن آقای انصاری، فردا روز قیامت همه من مسئول هستیم. بله. اگر امروز پیامبر اسلام بلند بشه بگه حقیقت با علی، خدا شاهد شما بازم قبول نمی کنی که حق با علی. زمانی که پیامبر اسلام فوت میکردن ابوبکر و عمر و عثمان کجا رفتن؟ چرا نذاشتن پیامبر اسلام وصیتشو کامل کنه؟ چرا نذاشتن نامه بکنه؟ موقع دفنش کجا بودن؟ پس چرا حقیقت رو نمیگین؟ تموم شد حرف شما؟ من تموم کردم آید. حالا من از شما یک سوال میپرسم. یک چیزی میخوام ازت خواهش کنم آیا انصاری، تو رو خدا اگر شبکه‌ای باز کردیم برای روحانیت و این اون پشت نگین. خب من الان شما آقای محترم خلاص حرفای شما تمام شد. الان گوش کنید جواب من رو، خواهشاً قطع نکنید، هر جواب من رو گوش کنید. اولا مناظرات مستقله رو خدا شاهد است و بینندگان هم شاهد هستن که ما نه پخش کردیم نه تقطیع کردیم و نه اصلا تو این شبکه ما یک قسمتش هم پخش نکردیم. کلمه پخش کرد. خب این به ما مربوط نیست. این به ما مربوط نیست. اون دعواشون با شبکه ولایت هست. اونا میگن که تقطیع کردن و فلان کردن. خوبه اگر شبکه ولایت راست میگه بله بود، من اشتباهی بساطت گفتم. اگر خواهش میکنم اگر شبکه ولایت راست میگه همون 8 قسمت رو شبکه ولایت هم پخش بکنه، شبکه کلمه هم پخش بکنه، نه اینا تقطیع بکنن نه اونا تقطیع بکنن. خوبه؟
از شبکه شما هم ما کاری نداریم، پخش نمی کنیم مطالب عربی رو، مطالب مناظرات عربی رو پخش نمی کنیم. باشه. مسئله دوم، مسئله این که فرمودید که اگر پیامبر امی الان هم زنده بشه بگه که علی جانشین من هست، شما قبول نمی کنید. در کجا پیامبر گفته که علی جانشین من هست؟ قدیرخم کی است؟ در قدیرخم گفت که علی جانشین من است. در قدیرخم چی گفت؟ چی گفت؟ گفت من دست علی ابن ابی طالب را بلند کرد، گفت مردم من دست خودم رو نمیگویم، این علی را میگم، ولی شما قبول نکنید. چی گفت در اونجا؟ چی گفت؟ به عربی بگید، میتونید بگید چی گفت؟ من ترک هستم، عرب نیستم. در اونجا گفت که هر کس که من کنت مولا فهذا علی مولا، اگر هر کسی که من مولای او هستم، این علی مولای او است. مولا دوستدار معنی میده. جانشین. کی گفته جانشین؟ هیچ کس این برداشت رو نکرده. علی این برداشت رو نکرد. کی گفته؟ اهل بیت پیامبر این برداشت رو نکردن. شما از کجا آوردید اینو؟ اون چیزی که به شما گفتن با اون چیزی که اتفاق افتاده زمین تا آسمان فرق داره. من از شما چون برادر عزیز و بزرگوار ترک هستید، شما برید فقط همین نامه 52 نهج البلاغه رو بخونید. نامه 52 نهج البلاغه. چی نوشته در نامه؟ در نامه 52 نهج البلاغه، در نامه 52 نهج البلاغه و نامه 27 نهج البلاغه و خطبه 199 نهج البلاغه، کاری که روزمره‌ای که شما انجام میدید و همین 5 وقت نماز هست مخالف فرموده حضرت علی است. شما که میگید شیعیان علی هستید، نه نمازتون مطابق نماز علی است، نه عقیدتون مطابق عقیده علی هست، نه توسلتون مطابق توسل علی هست. هیچ کاری که انجام میدید امروز مطابق فرموده علی و آل علی نیست. شما فقط ادعا میکنید. برید نهج البلاغه رو بخونید، بعد از اون متوجه میشید. آقای عبدالقدوس پریروز وضو گرفتن را یاد میداد، 2 نوع وضو گرفت. گفت هم آب از بالا میتونیم بریزیم پایین دستون، هم از پایین میتونیم بریزیم. خب چه اشکالی داره این؟ میگم وضو یه نوع است دیگه، 2 نوع وضو نداریم. کلیپشو پخش کن آقای عبدالقدوس ببین چطوری وضو میگیره. باشه، هم از تشکر طریق میکنم. شیعه وضو گرفت، هم از طریق چیز. تشکر میکنم. تشکر برادر عزیز. بله خواهش میکنم ازت به دیگران پشت نگو، چون جناب عالی ماهیتتو ثابت کرده آقای خیم الله زاده. خواهش میکنم ازت، 100 بار ازت خواهش میکنم به مردم پشت نگو. مردم هم دهن دارن میتونم پشت بگم، ولی به خاطر اینکه لیاقتشون خراب نکنم پشت میگن. ازت ممنونم، خیلی ممنونم، سپاسگزار. تشکر میکنم از نصیحت شما. فقط فراموش نکنید که برید نامه 52 نهج البلاغه رو بخونید که در مورد 5 وقت نماز خونده. یقینا شما به عنوان یک شیعه پای خودتون رو مس میکشید. دوستان نشون بدن کافی. روایت 6 در کتاب الطهاره صفحه 25. در اینجا روایتی است از امام جعفر صادق که میفرمایند که فمسح رأسک، سرت را محض بکش، ثم اغسل رجلیک، بعد از اون عرض پاتو بشور. شما چرا پاتون رو مسح میکنید؟ شما آخرین کسانی باشید که ادعای محبت اهل بیت و پیروی اهل بیت بکنید. هیچ کارتون به اهل بیت نمیمونه، از وضو نمازتون گرفته تا اعتقاداتتون و همه اعمالی که ببینید. شاید این حرفی که الان من میزنم خیلی عصبانی، نه ما شیعه علی هستیم. ببینید شیعه علی بودن این نیست که برید تو حسینیا و تو محرم و عاشورا به سر و کله خودتون بزنید. اینا رو که مسیحیان دارن انجام میدن، یهودان دارن انجام میدن، هندیان دارن این کارا رو انجام میدن. محبت، پیروی، اینها وقتی ثابت میشه که شما فرموده های اونها رو مو به مو عمل بکنید بهش. محبتی نیست که به سر کله هم دیگه بزنید، خون از بدنتون جاری بشه، زنجیر بزنید، سینه بزنید. اینا نمایشنامه هایی است که شما دارید برای خودتون درست کردید. والله علی هم از اون راضی نیست، فرزندان علی هم راضی نیست، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم راضی نیستن. پیرو علی باشید، پیرو حسن و حسین باشید،
پیرو امام جعفر صادق باشید. من در شروع برنامه هم گفتم که خیلی از کسانی که امروز ادعای شیعه‌گری میکنن اینها پیرو عبدالله ابن سبع یهودی هستن، نه امام جعفر صادق، نه علی ابن ابی طالب، و اینو ما ثابت کردیم. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.